بنده آقا آبایی هستم. امروز در خدمتتون هستیم با امیر جان شریفیان عزیز و امروز در خصوص ویزای استارتاپی کانادا در واقع قرار صحبت کنیم و جلسه‌مونم سعی می‌کنیم که بیشتر به سطح پرسش و پاسخ باشه، چون اطلاعات اولیه رو تقریبا همه دارن و سعی می‌کنیم به اون سمت شیفتش بدیم. پس تا جایی که میتونید سوال بپرسید. دو تا نکته هم بگم. ما این جلسه رو کامل ضبطش می‌کنیم و در اختیار شما قرار میگیره، ولی خب ترجیحاً تا پایان این جلسه باشید، چون احتمالاً سوالاتی براتون به وجود میاد و خیلی راحت‌تر میتونید سوالاتون بپرسید. و نکته بعدی این که اگر سوالی هم داری قاعدتاً میتونید تو این چت باکس بپرسید. من تمام اینا رو میبینم، دوستان دیگه هم احتمالاً ببینن، آقای شریفیان هم ببینه و میتونیدم به صورت وایسی سوالتون هم داشته باشیم و سوالتون رو بپرسیم. امیر جان شما صدای منو میشنوید؟ صدا قطعه؟ صدای من میاد یا نمیاد؟ سلام، من بله محمد جان صدا دارم. چون دوستان گفتن صدا نیست. سلام خدمت همه دوستان. محمد عزیز، امیدوارم صدا اوکی باشه دیگه. عالی. اوکی. خب امیر جان شما الان کجا هستید؟ یه قطعه دوستان میشناسن شما رو، ولی یه بار دیگه حالا احتمالا دوستان بیشتر با شما آشنا بشن و بدونن که موضوع جلسه چیه و قراره چیکار انجام بشه. ممنون. خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز، برگزار کننده های دیگه، دوستانی که زحمت کشیدن این وبینار رو برگزار کردن و همچنین دوستانی که تایمشون رو گذاشتن روز تعطیل و تشریف آوردن تو این وبینار. امیدوارم صحبتایی که اینجا میشه برای همه دوستان مفید باشه و من هم به نوبه خودم تجربیاتمو در اختیار دوستان قرار میدم، شما همچنین. و اینجا این وبینار دیگه مثل وبینار قبلی صرفا در مورد حالا بیزینس آمازون و اینجور داستانا نیست و بیشتر بحث مهاجرتی استارتاپی داره. خب خود تجربه خیلی خوبی داری تو این موضوع و سال هاست توی حوزه استارتاپ و توی این اکوسیستم داری کار میکنی و در واقع جزوی از زندگی خودت هست و میدونم جامعه خیلی بزرگی از استارتاپ های موفق، واقعا استارتاپ ایرانی موفق یا حالا خارجی موفقی که توی اروپا هستن با تو در ارتباطن. و صدای آیه حمید فخری احتمالا مشکل از سمت خودشون هست. خب همونطور که محمد جان گفت تو این وبینار ما بیشتر میخوایم یه سری کلیات رو بگیم و بیشتر بریم سراغ سوالات، چون چیزایی که حالا شما تایم گذاشتید، ما تایم گذاشتیم، اومدیم و این برنامه رو به وجود آوردیم، بیشتر برای سوالات اصلی و مهم هست و سوالاتی که شاید توی با سرچ کردن تو گوگل و این ور اون ور نتونید بهش برسید. من خودم به روش استارتاپ اومدم، الان کانادا تورنتو هستم و قبل از اینکه اینجا باشم با همین استارتاپی که در حال حاضر دارم اروپا بودم و در واقع آشنایی من با محمد عزیز اونجا شکل گرفت و اینجا قرار صحبت کنیم که کلا استارتاپ چیه. شاید برای خیلی سوال باشه اصلا استارتاپ یعنی چی، انقدر میگن استارتاپ چند ساله، و حالا روش هایی که ما میتونیم با استارتاپ مهاجرت کنیم و حالا چه به اروپا چه به کانادا. فکر نکنم حالا زیاد وقت باشه که بخوایم تک تک این صحبت ها رو داشته باشیم، در مورد همه کشورها صحبت کنیم، ولی صرفا در مورد کانادا تجربیاتی که من دارم، کارهایی که من الان دارم انجام میدم و چطور میتونم به شخصه به دوستان کمک کنم در این روش بحث استارتاپ و مهاجرت به استارتاپی به کانادا. خب اگه موافق محمد جان ادامه بدم دیگه همین صحبت رو، تا حالا سوالاتی هم که از خودت بود و من مطرح میکنم. بله. یه توضیح هم من بدم که امیر جان هم از ایران شروع کرده، استارتاپ داشته، بعدش رفت ترکیه، یعنی من ترکیه استارتاپ موفق داشتن، اومدن لیتوانی استارتاپ داشتن که همون استارتاپ تبدیل شد به استارتاپ الانشون که کانادان و
جذب سرمایه هم فکر کنم داشتید دیگه، درسته؟ اگر یه مورد کلی بدید چه روندی طی کردید خیلی کوتاه. بله. من در زمینه کاری خودم که میشه گفت استارتاپ های تو حوزه تک، حالا میریم سراغش که استارتاپ ها چیه، تو چه حوزه‌ای، چون خیلی ها فکر میکنن استارتاپ فقط یعنی یه موبایل اپلیکیشن یا یه چیز تو اینترنت. نه، اینطوری نیست. خود من استارتاپ هایی که تا الان داشتم زمینه فعالیتم تو حوزه تک بوده. از شاید 20 سال پیش، زمانی که من ایران بودم، با اینکه تحصیلاتم ارشد مکانیک هست، ولی در زمینه تک کار میکردم و شرکتی که من تو ایران مشهد داشتم یه شرکت طراحی وب بود و با خیلی از صنایع استان خراسان و کلا صنایع ایران ما کار میکردیم و بعد هم که این شرکت رو در واقع تبدیل شد به یک استارتاپ، یه استارتاپ ای کامرس در واقع که بیسش در ترکیه بود ولی باز هم عموم مشتریاش در ایران بودن. و بعد از اون هم استارتاپ جدیدی که در حال حاضر چند سال دارم روش کار میکنم، هوش مصنوعی در حوزه محصولات مراقبت از پوست است که به نام اسکین، البته با یک املای متفاوت SK2EN هست که میتونن دوستان اگه دوست داشتن سرچ بکنن و بیشتر اطلاعات بگیرن. و موبایل اپلیکیشنمون الان در iOS و اندروید هم موجوده. و بریم سراغ که اصلا استارتاپ چیه، واقعا به چی میگن استارتاپ و چرا کشورها الان درگیر این هستن که فاندرها و بنیانگذارای استارتاپ ها رو جذب کنن تو کشورهاشون، بهشون اقامت دائم بدن، بهشون پاسپورت بدن و چرا این موضوع الان داغ شده. ببینید، استارتاپ در واقع نوعی از شرکت، نوعی از بیزینس و شرکت هست که یک ایده خلاقانه‌ای داشته باشه، متفاوت باشه و قابلیت رشد خیلی خیلی زیاد داشته باشه. خب مسلماً تفاوتش با بیزینس‌های حالا نرمال و عادی و سنتی اینه که بیزینس استارتاپ میتونه خیلی رشد کنه یا میتونه شکست بخوره، یعنی احتمال شکستش خیلی بیشتر از احتمال رشدشه. اما بخواد به دلیل این قابلیت رشد خیلی زیادی که داره، خب برای سرمایه گذارها مهمه و برای مسلماً کشورها و دولت‌ها هم مهمه و دولت‌ها این ریسک رو میکنن که استارتاپ ها رو جذب کنن. حالا درصد حتی 90% هم اگه فیل بشن، برای همون 10% یا حتی 5% یا بعضا زیر 5% استارتاپی که قراره یک شرکت میلیارد دلاری بشه یا به قولی یونیکورن بشه، میان سرمایه گذاری میکنن و پلن‌های مختلفی رو میشینن تا این افراد رو از سراسر دنیا جذب بکنن. خب ایده های خلاقانه‌ای که میتونه رشد بکنه مسلما خیلی هاشون تو حوزه اینترنته، چون حوزه تک و اینترنت گسترش زیادی داره، به همین دلیل قابل رشده. واسه همین ما بیشتر استارتاپ هایی که میبینیم راجبش صحبت میکنن در حوزه چیزهایی مثل اپلیکیشن، موبایل اپ، تکنولوژی، هوش مصنوعی و اینجور جریاناته. اما تو خیلی از حوزه‌های دیگه هم ما استارتاپ داریم که رشد میکنن، بزرگ میشن. تو حوزه‌های مثل پزشکی، صنایع کشاورزی، نفت و اینجور چیزها هم خب استارتاپ‌های زیادی هستش. این حالا تعریف کلی استارتاپ، راجبش بخوایم صحبت کنیم خیلی صحبت زیاده. یکی از برنامه‌هایی که ما داریم در واقع تصمیم گرفتیم با محمد و دوستان دیگه‌ای که استارتاپ‌های خیلی خیلی قدرتمند و خوب دارن که الان درآمدزا هستن و سرمایه‌های خوبی جذب کردن، یه تیم داریم تشکیل میدیم که در واقع آموزش‌ها و دانش استارتاپی رو به صورت ویدیوهای فارسی در بیاریم. البته این اتفاقات تو ایران افتاده تا الان، ولی ما بیشتر تمرکزمون اینه که ما چطور میتونیم به دوستانی که در ایران هستن، دوستان فارسی زبانمون، اینو ادبیات استارتاپ های خارجی رو در واقع در حوزه بین المللی بیایم یاد آموزش بدیم. چون فوکسی که توی ایران در مورد استارتاپ ها شده بیشتر حالت لوکال هستش. از ادبیات و دانش استارتاپی خب جهانی استفاده میشه، ولی تمرکز روی بحث لوکال است و همونطور که میدونید در حال حاضر خب استارتاپ های ایرانی توی فشار خیلی زیادی هستن و شرایط خوبی ندارن و درصد خیلی زیادی از افراد تو جامعه دنبال مهاجرتن. این واقعیته. ما داشتیم توی بحث گوگل سرچ میکردیم که الان میزان جستجو برای بحث مهاجرت چقدره
و این رقم فوق‌العاده بالا رفته و بیشتر خب تمرکز روی کانادا هستش. و حالا بخوایم مقایسه بکنیم، بحث مقایسه کشورها هم خودش یک موضوعیه که حالا نمیدونم واردش بشیم با محمد یا نه، ولی قبل از اینکه اصلا وارد این مسائل بشیم، من وارد بحث استارتاپ ویزای کانادا میشم و بهتون میگم مثلا جریانش به چه صورته. ببینید همونطور که گفتم کشورهای زیادی هستن که با روش استارتاپ به شما اقامت میدن و تقریبا میشه گفت خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا هستن، کشورهای خود کانادا که خب معروفه به این موضوع و حتی استرالیا. ولی تنها کشوری که در حال حاضر با استارتاپ ویزا به شما اقامت دائم و پی آر مستقیم میده کاناداست. خب این خیلی موضوع رو جذاب‌تر میکنه. به عنوان مثال خب کشور لیتوانی کشور خیلی خوبه در حوزه استارتاپی تو اتحادیه اروپا به خاطر اینکه هزینه‌ها توش پایینه، مالیات پایینه. اما خب لیتوانی، لتونی، ارزم به حضورتون استونی، فرانسه، اسپانیا، تمام این کشورها سیستم استارتاپی رو دارن. اما موضوع اینه که فقط به شما یه اقامت کوتاه مدت میدن. در اون مدت اگر شما تونستید یک سرمایه خیلی خوب جذب کنید، شرکتتون، استارتاپتون به یه ترکشن خیلی خوب رسید. ترکشن به این معناست که استارتاپ شما مثلا مشتری گرفته باشه. حالا اگر B2C باشه، یعنی بیزینس، از مشتریای شما مشتریای اند یوزر باشن، کاستومرای عادی باشن، بهشون میگن B2C. اگر B2C باشه مثلا یوزر گرفته باشه. اگر B2B باشه یعنی مشتریاتون باز بیزنس های دیگه باشن، قرارداد نوشته باشین یا حداقل letter of intent یا یک پیش قراردادی، یه درفت قراردادی داشته باشید، به اینا میگن ترکشن یک استارتاپ. و این ترکشن تعیین کننده است. یعنی شما ممکنه در یک کشور اروپایی هم با استارتاپ مهاجرت بکنید ولی بعد از 1 سال اقامت شما تمدید نشه. حالا سیستم اینتیک یا جذب استارتاپ ها توسط کانادا احتمالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن در جریانن، ولی حالا من برای اونایی که در جریان نیستن توضیح میدم. اداره مهاجرت کانادا یا IRCC یه سری شرکت معرفی کرده به عنوان designated organizations، یعنی شرکت هایی که مورد تاییدن و تعریف شدن، که این شرکت ها 3 گروه هستن. در واقع شرکت هایی هستن اینا که با استارتاپ ها کار میکنن. 3 گروه شرکت هستن. شما از یکی از این شرکت ها یا چند تا از این شرکت ها اگر بتونید تاییدشون رو بگیرید و نامه حمایتی ازشون بگیرید یا به عنوان letter of support ازشون بگیرید، میتونید با اون letter of support و نامه حمایتی هم در ابتدا ویزای کار بگیرید و تشریف بیارید کانادا و همین که مستقیم در لحظه اقامت دائم و پیارتون رو سابمیت کنید. پروسه بررسی اقامت دائم ممکنه 2 تا 3 سال، بعضا 3 سال و نیم طول بکشه، ولی تو اون فرصت شما میتونید با ویزای کار بیاین کانادا و شرکتتون رو راه بندازید. تا امروز این ویزای کار ویزای کلوز بوده، یعنی اینکه شما با اون ویزا فقط میتونستید برای شرکت استارتاپی خودتون کار کنید، ولی با توجه به قوانین جدید این ویزا تبدیل شده به اوپن ورک پرمیت، یعنی شما میتونید با استارتاپتون ویزای کار باز بگیرید و هم روی استارتاپتون کار بکنید و همین که حالا برای مخارج زندگیتون جاهای دیگه هم کار بکنید و کاملا راحت بتونید در بازار کار کانادا حضور داشته باشید. برای اعضای خانواده‌تون هم این ورک پرمیت صادر میشه، یعنی برای همسرتون اگر ازدواج کرده باشید یا اصلا بچه‌هاتون هم میتونن تحصیل بکنن. خب مثلا بچه‌های زیر 18 19 سال 20 سال بعضا میگن میتونن، ارزم به حضورتون که با این روش مهاجرت بکنن با شما و این ویزا رو بگیرن. حالا این شرکت ها 3 گروه هستن. یه گروه اصطلاحاً بهشون میگن ونچر کپیتال، گروه دوم انجل اینوستور و گروه سوم اینکیوبیتور یا همون اکسلراتور یا تو فارسی ما بهش میگیم شتاب دهنده. حالا این 3 تا شرکت چه تفاوتایی با هم دارن؟ 3 گروه شرکت. ونچر کپیتال ها شرکت های سرمایه گذاری هستن که در واقع سرمایه گذاری های سنگین تر انجام میدن رو استارتاپ ها. در واقع سرمایه گذارهای اصلی استارتاپ ها همون ونچر کپیتال ها هستن. انجل اینوستور ها عموما شرکت هایی هستن که سرمایه از اعضای مختلف خودشون به مقدارهای خیلی کم جذب میکنن و به روی استارتاپ ها مقادیر خیلی کوچیک برای استارت اولیه سرمایه گذاری میکنن. و اینکیوبیتور ها هم که کارشون شتاب دهیه، در واقع شما رو با فضای استارتاپی آشنا میکنن، براتون دوره میذارن، کلاس میذارن،
یه سری ممکنه داخل خود شرکت و اینکیوبیتور منتور باشه، افرادی باشه که شما رو مثلا اگر استارتاپتون نیاز به این مجوز داره شما رو بیاد با این مسیر آشنا کنه، بهتون بگه خب این مجوز اینطوری باید بگیریم و در واقع یک جوری منتورینگ براتون انجام میدن. خب خود ونچر کپیتال ها و انجل اینوستور ها هم که خب بزرگتر هستن و چون سرمایه گذاری میکنن، اینها هم در درون خودشون یک اینکیوبیتور و یک شتاب دهنده دارن. یعنی شما اگر لتر آف ساپورتتون از یک ونچر کپیتال عموما یا از انجل اینوستور بگیرید، عموما اینها در درون خودشون هم این خدمات منتورینگ و شتاب دهی رو براتون انجام میدن. خب پروسه هم به همین صورت دیگه، یعنی اینکه شما در ابتدا باید فاندر استارتاپی باشید، استارتاپتون حداقل یه محصول، یک MVP داشته باشه، یه محصول اولیه داشته باشه و بعد شروع بکنید به ارتباط برقرار کردن با شرکت‌های دزیگنیتد و باشون ایمیل بزنید، شرایطشون رو بپرسید. این مسئله به صورت تئوری به این صورته. حالا در عمل به چه صورته؟ در عمل ممکنه یکم شرایط فرق بکنه، به خاطر اینکه خواسته یا ناخواسته این شرکت هایی که دزیگنیتد دارای مهاجرت شدن، شاید مثلا 10-12 تا ونچر کپیتال هن، 7-8 تا انجل اینوستور هن، 20 تا هم مثلا اینکیوبیتور هن. اینها این فضا رو فراهم کردن برای یک جورایی درآمدزایی هم برای خودشون فراهم کردن. یعنی بابت خدماتی که دارن به شما میدن یه هزینه خود اینها به صورت کاملا قانونی میگیرن و پرداخت میکنید. حالا مثلا یه سری وکیلای دیگه هم هستن تو این مابین که باز یه هزینه خودشون میگیرن تا این ارتباط رو برقرار بکنن. خب تا اینجا فکر کنم اوکیه، تا باز محمد بیاد ببینم که صحبتی، سوالی، چیزی تا اینجا هست. محمد جان بفرمایید ببینیم چه جوری ادامه بدیم اینجا به صحبتون. فعلا یه دونه سوال هست که سوالشون آقای میرهندی اصفهانی پرسیدن که آیا امکان اقدام برای استارتاپ ویزا به صورت تنها بدون تیم هستش و شانس و تاثیر داره؟ من یه چیز دیگه اضافه میکنم. به نظر شما با تجربه‌ای که دارید، حالا هم خودتون و هم کسایی که دیدید، استارتاپی که دیدید، تاثیر کوفاندر چی هستش تو فرآیند لتر آف ساپورت یا حتی فرآیند گرفتن پی آر و اقامت؟ ببینید الان صحبتی که ما اینجا میخوایم تو این گروه انجام بدیم در واقع تیپس و تریکس های این کاره. یعنی این صحبت که من تا الان گفتم یه چیزی که شما سرچ بکنید استارتاپ ویزای کانادا همین حرفا میاد. ما الان میخوایم بریم وارد عمق ماجرا بشیم، ببینیم جریان چیه. ببینید دوستان، همونطور که بهتون گفتم این دزیگنیتدها در کانادا واقعیتش اینه که دنبال اینن یه استارتاپ خوب، واقعا نه یک استارتاپی که 100%، اگه استارتاپ به یک درآمدی رسیده باشه خب خیلی عالیه، ولی عموما خب این تیپ استارتاپ ها خیلی کمن و مخصوصا این که استارتاپ هایی که در ایران به درآمد رسیدن زیاد قابل اثبات نیستن، چون ما تو ایران خب شرایطی داریم که بانک هامون متصل نیستن. یعنی شما در واقع اگر استارتاپتون تو ایران یوزر هم داشته باشه یه جوری نمیشه قابل اثباتش کرد، یعنی قابل اثبات باشه براشون. خلاصه ماجرا اینه که این شرکت ها اینکیوبیتور در واقع اینه که اگر شما خودتون بخواین به عنوان استارتاپ نوپا، به عنوان ایده بخواین جلو برید، در واقع ابتدای کار فقط باید میتونید با اینکیوبیتور کار بکنید. اینکیوبیتورها هم براتون یه دوره میذارن، هزینه هاشون هم مشخصه، تقریبا میشه گفت برای هر تیمی 40-50 هزار دلار 60 هزار دلار شاید بگیرن، شاید بیشتر، بستگی به دوره هاشون داره. بعضا بوده تا تیمی 100 هزار دلار هم دریافت کردن برای اینکه برای کل تیم شما این لتر آف ساپورت رو صادر بکنن و حالا یه سری دوره بذارن. دوره هاشون هم آنلاین، زیاد هم اطلاعات عجیب غریبی توش دادن نمیشه، چه بسا دوره هایی که مثلا وای کامبینیتور تو یوتیوب داره بسیار ارزشمندتر از دوره‌ای که یک دزیگنیتد ساده معمولی ممکن تو کانادا داشته باشه. ولی هدف اینجاست که ما بتونیم از این روش مهاجرت بکنیم، چون روش‌های مهاجرت به کانادا در حال حاضر هیچ کدومشون مستقیم به PR ختم نمیشه. یعنی نه که هیچ کدومشون هستن، ولی برای عموما کسی توی اون کاتگوری قرار داده نمیشه. به عنوان مثال اکسپرس انتری الان
وضعیتش طوریه که امتیازش خیلی بالاست، مگر یک جاب تایتل های خاصی یا طرف مثلا مدرک فرانسه داشته باشه. با این شرایط ممکنه کسی بتونه مستقیم وارد پی آر بشه و در روش‌های دیگه الان چیزی که خیلی بین مخصوصا ایرانی‌ها باب شده این بحث قانون جدیدی که بعد از اعتراضات توی ایران گذاشتن که مثلا هر کسی با ویزای توریستی در کانادا باشه میتونه ورک پرمیت بگیره. خب این موضوع خودش خیلی توش داستانه. به عنوان مثال اولا که خب ویزای توریستی گرفتن خیلی کار پیچیده‌ایه. کسی که داره خب خیلی خوبه میاد ورک پرمیتشو میگیره. و فردی هم که فرضاً ویزا داره و میاد اینجا 4-5 ماه صبر میکنه تا ورک پرمیتشو بگیره، باید بره سر یک کاری که مرتبط با تحصیلش هست و مثلا 1-2 سال تو اون کار باشه، مدرک زبان ارائه بده، شاید مثلا بعد 2-3 سال دیگه بتونه از طریق اکسپرس انتری از داخل خاک کانادا امتیاز کافیشو بگیره و بتونه پی آرشو بگیره. یعنی یه پروسه نسبتا پیچیده است. از طرفی همین داستان ورک پرمیت طبق قانونی که گذاشتن تا الان برج 8 هستیم دیگه، تا 5 ماه دیگه این قانون هست، شاید تمدید بشه ولی احتمال خیلی خیلی زیاد تمدید نمیشه چون الان شرایط ایران هم باثبات شده و خبری نیست و خب بالاخره این وزیر مهاجرت هم عوض شده و اینا همه دست به دست هم میده که ما بتونیم پیش بینی کنیم این ورک پرمیت قرار تمدید نشه. درست. در زمینه اینم جواب دوستمون ندادم، اینم راجبش صحبت کردم. آیا یک نفره میشه؟ ببینید صحبت‌های من در واقع پیش نیاز این بود. ببینید شما با هر روشی بخواید وارد استارتاپ بشید، چه اینکه بخواید خودتون یه استارتاپ واقعا داشته باشید و توانایی اینو داشته باشید که با اینکیوبیتورها نگوشییت بکنید، یکی از اینها رو بتونید راضی بکنید که تیم شما رو جذب بکنه. مهمترین موضوع اینه که این هزینه اینکیوبیتور برای اون یه نفر در نظر گرفته میشه. خب این یه هزینه اضافه است. مسئله دوم اینه که از نظر آفیسر زیاد جذاب نیست. یعنی در نهایت یه آفیسری تو اداره مهاجرت قرار پرونده اقامت دائم شما رو بررسی کنه. استارتاپ یک نفره از نظر آفیسر قانونا ممکنه اوکی باشه ها، ولی از نظر آفیسر یه مقداری مشکل سازه. درسته محمد؟ شما استارتاپ یک نفره تو حالا چند تا دیدی؟ ببینید استارتاپی که واقعا یه نفره باشه و بخواد موفق باشه احتمالش خیلی کمه و اونا هم خب آمارا رو دارن و قطعاً یعنی شما اگه بتونید کوفاندر خیلی خوب داشته باشید، من حالا توی کانادا تجربه‌ای ندارم ولی با سرمایه‌گذاری که صحبت می‌کنم قشنگ بعد شما کامپلیمنت هم دیگه باشه، یعنی اسکیلای مهارت‌هایی که دارید شما باید مکمل هم دیگه باشه و بتونه همدیگه رو جبران بکنه. وقتی شما ندارید یعنی اینکه شما نتونستید یه نفر رو قانع کنید که همراهتون باشه و خب خیلی جالب نیست به نظر من. و به تمرکز رو بذارید روی اینکه یعنی کوفاندر خوب پیدا کنید تا شانستون هم بره بالاتر. چون فکر می‌کنم برای پی آر باید شما یه پروگرس هم نشون بدید. درست همین؟ بله پروگرسش خیلی نسبتا مهمه. حالا میریم سراغ این که حالا چه کارهایی باید انجام داد و دوستانی که واقعا استارتاپ دارن یا حداقل توانایی راه اندازی استارتاپو دارن چه کار میتونن بکنن. دوستانی که صرفا میخوان مهاجرت کنن، اسکیل و رزومه خوبی دارن اما شاید از لحاظ تایمی یا از لحاظ حالا خیلی مسائل دیگه نخوان خودشون استارتاپ لانچ بکنن، اونا چه روشی میتونن داشته باشن؟ باشه سیستمی میتونن از این روش مهاجرت بکنن. درست. حالا سوالات دوستان بپرسیم یا میخوای بازم توضیحاتتون ادامه بدید؟ توضیحاتی زیاده. من دوستان میخوام تا الان اگر سوالی دارن بپرسن، اگه وقت بدیم. آره سوال خیلی زیاده. آقای محمد دوست پرسیدن آیا استارتاپی که در ایران به صورت MVP راه اندازی کردیم و برای فروش داخل ایران تعدادی ترکشن داشتیم آیا فایده داره یا باید جلوتر بره یا باید درآمد دلاری داشته باشیم؟ توضیحاتی فرمودید، حالا اگر میخواید کامل ترش کنید بگید خدمت دوستان. ببینید دوستان، اونایی که واقعا یک استارتاپ دارن، MVP دارن، حالا اگر تو ایران هم فروش داشتن یا نداشتن، در واقع یک مثلا استارتاپ‌های تو حوزه تک که قابل اثباته، یعنی زمانی که شما میرید سراغ اینکیوبیتور، ببین صحبت من تا الان رو اینکیوبیتوره، چون واقعا استارتاپ خیلی خیلی پخته و خوبی نباشه در واقع نمیشه از ونچر کپیتال و انجل اینوستور LOS گرفت. اینا من تو صحبتام فکر کنم فراموش کردم.
ونچر کپیتال ها برای صدور لتر آف ساپورت موظفن حداقل $200,000 روی استارتاپ شما سرمایه گذاری کنن. یعنی زمانی که اداره مهاجرت لتر آف ساپورت اونا رو میخواد، در کنارش هم یک قرارداد اصطلاحاً ترم شیتی میخواد که نشون دهنده این باشه که به صورت رسمی و قانونی این ونچر کپیتال $200,000 تعهد سرمایه گذاری به استارتاپ شما داده. حالا نه که صرفا اون پول تو حساب شما ببینن، تعهد سرمایه گذاری، چون این ونچر کپیتال ها تمام این شرکت ها مورد تایید اداره مهاجرت هستن، صرفا یه قرارداد نشون بدن که ما در این شرایط به این استارتاپ $200,000 پول میدیم کافیه. مثلا شرایطشون اینه که یکی از شرایط اصلی سرمایه گذارهای استارتاپ ویزایی اینه که حتما شما اقامت دائمتون بیاد بعد این سرمایه گذاری صورت بگیره، که خب خیلی چیز نرمالی هم هست. بالاخره کسی که اقامت دائمش به هر دلیلی ریجکت بشه، چون دلایل ریجکت اقامت دائم که خب دلایل مختلفیه، ممکنه برای بحث مدیکال سلامتی باشه، ممکنه برای بک‌گراند چک باشه و خیلی چیزای دیگه. خب مسلماً اینا سرمایه‌شون رو در خطر می‌بینن، پس باید تو ترم شیتشون این باشه که سرمایه گذاری در زمان بعد از صدور اقامت دائم. و انجل اینوستورها هم باید حداقل $75,000 سرمایه گذاری بکنن در استارتاپ شما. اینکیوبیتورها هیچ سرمایه گذاری نیاز نداره داشته باشه. پس ونچر کپیتال $200,000، انجل اینوستورها $75,000 و این خب توی شرایط الان ممکنه برای استارتاپ ها $200,000 عدد خیلی زیادی نباشه، ولی برای یک سرمایه گذار که قرار روی استارتاپی که داره از یک کشور دیگه ای میاد و اونم کشور تحریم شده ای مثل ایران متاسفانه، خب باید این ریسک رو بپذیرن و برای این ریسک خب نیاز به یه سری کارهایی هست. بخوام خلاصه بگم، دوستانی که خودشون استارتاپ دارن و زبانشون در حد خوبی هست، میدونن که چطور باید پیش دک بنویسن، میدونن یک بیزنس پلن استاندارد در سطح مثلا استارتاپ های جهانی چه الگویی داره، اینها میتونن خودشون مستقیم یه بیزنس پلن خوب بنویسن، یه پیش دک خوب بنویسن و شروع بکنن نگوشییت کردن با اینکیوبیتور هایی که در سایت اداره مهاجرت هستن. و عموما شرایط اینتیک اینا به این صورته که یه هزینه اولیه برای چک کردن مدارک ازتون میگیرن که اصلا ما میخوایم، چون اینا روزانه صدها ایمیل میگیرن دیگه، بالاخره مهاجرت به کانادا تو همه جای دنیا داغه. حتی در اروپا، من چند روز پیش مقاله میخوندم، خیلی از اروپا حتی نسبتاً با اینکه کشورهای اروپایی کشورهای فوق‌العاده پیشرفته و خوبی هستن، ولی باز هم از اروپا حتی مهاجرت زیاده به کانادا. به خاطر این خب اینا ایمیلای زیادی میگیرن و باید یک ریسورس و یک وقت و انرژی بذارن برای بررسی کردن پیشتک شما. و بله من اسکان اینا و برای بررسی کردن پیشتک و این هزینه رو از شما میگیرن. پروسش به این صورته که شما زمانی که درخواستتون رو میفرستید برای اینکیوبیتورها که توی یک فرمتی که به صورت خیلی کوتاه شرکت رو توضیح دادید و دقیقاً یک پیشتک 5 دقیقه‌ای به چه صورته، همون رو به صورت ایمیل باید در نظر بگیرید و یک ایمیل 2-3 پاراگرافی. و تو مراحل بعدی اگر همون ایمیل شما رو خوندن و کلیت استارتاپ، چون خیلی از این اینکیوبیتورها توی حوزه‌های تخصصی کار میکنن، شما مثلا اگه برید توی سایت اداره مهاجرت میبینید مثلا 30-40 تا اینکیوبیتور، میبینید 10-20 تا از اینها که خب اصلا وارد استارتاپ های در واقع بخوام خلاصه بهتون بگم کشورهای مثل ما نمیشن. حالا شاید به صورت علنی نگن، ولی خب واقعیت اینه که یه جورایی میپیچونن دیگه. اینو محمد تجربهشو داره. کشورهای مثلا اروپایی، کشورهای مثل کانادا، اروپا، مثلا کشورهای که در واقع قوانین حالا ریسیستی و این داستانا توشون خیلی سرسخته، اینو علنا به شما نمیگن شما ایرانی هستی مثلا ما فلان کارو برات می‌کنیم، ولی یه جورایی میپیچونن دیگه. حالا این مسائل تو اروپا خیلی پررنگ‌تره، مثلا بحث حساب باز کردن دیگه، ما خودمون زمانی که اروپا بودیم محمد دیگه خیلی دردسر داشتیم، ولی خب این داستانا تو کانادا وجود نداره واقعا. یعنی این مسئله ایرانی بودنه، من الان تو این چند ماهی که بودم، تو این سالهایی که پیگیری استارتاپام می‌کردم، به وضوح دیده نمیشه. تو اروپا خیلی واضح تره. و اینو داشتم میگفتم، در اینکیوبیتورها رو وقتی بهشون ایمیل میزنید توی مرحله بعدی احتمالاً باهاتون ویدیو کنفرانس میذارن با حالا اعضای تیمی که دارن برای بررسی.
از شما میخوان 5 دقیقه تا 10 دقیقه آیدیاتون رو پیش کنین براشون، یا اصطلاحاً پیش تک تهیه کنید و بهشون ارائه بدید، که حالا ما اینا رو تو اون ویدیوهایی که قراره امیدوارم بتونیم بسازیم قراره به صورت فارسی توضیح بدیم. و عرضم به حضورتون که در نهایت زمانی که شما پذیرفته بشید یه چند ماهی طول میکشه تا مدارک شما دوباره بررسی نهایی بشه و لتر آف ساپورت برای شما صادر بشه. این فرایند استارتاپ ویزای کانادا از طریق اینکیوبیتور است و بعد با اون لتر آف ساپورت شما میتونید برای ورک پرمیت و برای پی آر اقدام بکنید و یه هزینه هم اینکیوبیتورها همشون عموما دارن که اونم باید بهشون پرداخت بکنید. حالا این هزینه یا باید ماهانه پرداخت بشه یا مثلا به صورت 30%، 50%، مثلا 20%، به این صورت باید پرداخت بشه. حالا هر کدومشون روال خودشونو دارن. این هزینه ها عموما هزینه های منتورینگ، در واقع همون هزینه اینکیوبیشنه که خب عموما اکثرا اینکیوبیتورها این هزینه رو دارن، مگر اینکه فاندشون زیر نظر دولت باشه یا زیر نظر دانشگاه مؤسسه خاصی باشه. محمد جان صدات نیست. محمد صدا ندارم. خب تا محمد داره با صدای کار میکنه من یه سری از سوالایی که کنار رو بخونم. خیلی سوالا زیاده، منم داشتم سخنرانی میکردم دوستان براتون عذرخواهم، فکر کنم از دستم در رفت. یه سوال این وسطا دیدم راجع به استارتاپ فیک و وکلا. بله متاسفانه این یک مسئله پیش اومده که وکلا میان عددهای خیلی زیاد، نفری $120,000 آمریکا من شنیدم و دارن دریافت میکنن و استارتاپی رو به وجود میارن که کلن از بن و ریشه وجود نداشته و پروسه کار اینا دقیقا به این صورت. اگه بخوام چیزی که تجربه چند ساله من تو این ماجرا بوده، چون بخوام خلاصه بهتون بگم، من چون تو گروه استارتاپ ویزاهای مختلف فعالم، خیلی از دوستان میان مثلا تجربیات مشکلاتی که براشون پیش اومده رو مطرح میکنن و خیلی در جریانم که فلان وکیل دقیقاً چی کار کرده. وکیلای معروفی که الان هستن تو اینستاگرام زیاد میبینید، تقریبا میشه گفت با هر کدوم از اینا یک تیم اومده سوالی از من پرسیده توی گروه. روش کار اینا اینه که میان یه استارتاپی رو تعریف میکنن. خب تعریف استارتاپ که کار ساده ایه دیگه. شما من همین لحظه الان حالا بهتون میگم من دقیقاً اینجا چی کار میکنم و چرا به استارتاپ دسترسی دارم. حداقل 30-40 تا استارتاپ و پیشتک و بیزنس پلن الان موجوده تو لپتاپم و اینا رو میشه تغییر داد و تبدیلش کرد به استارتاپ جدید. وکیلا میان همین کارو میکنن، یعنی یه پیشتک استارتاپی رو، یه پیشتک و بیزنس پلنی رو تغییر میدن و براش تیم میچینن. حالا تیمو چه کار میکنن؟ یه نفر مثلا سنای مختلف و تخصصهای مختلف، رزومه های مختلف، حتی شهرهای مختلف، یه تیم 5 نفره میچینن. اینا ارتباط هم دارن با یک اینکیوبیتور مثلا نسبتاً معمولی، چون در اصل این اینکیوبیتورایی هم که در سایت اداره مهاجرتن درست همشون مورد تاییدن، ولی بعضیاشون هم یه مقداری بدنام شدن به خاطر همین روابط و زد و بندایی که با وکلا میکردن و افرادی که اصلا هیچ اطلاعاتی هم بهشون نمیدن جریان چیه. میگن آقا شما بیا فلان پولو بده، این 4 تا چیزام امضا کن، مثلا 2 سال بعد پیارت میاد. اصلا من بعضا دیدم تیمایی که اصلا نمیدونستن موضوع استارتاپشون چیه و اینا رو میان با هم یک تیم میکنن و میفرستن به اینکیوبیتور بینام و نشان، ازشون یه لتر آف ساپورت میگیرن و اینو میفرستن اداره مهاجرت و اینها 90%، 85 الی 90% به مشکل میخورن و خیلی بخوام بدبینانه نگم شاید این درصد کمتره. حتی واقعیت اینه که اینا جزء باگ های اداره مهاجرت کانادا است. خب این باگ وجود داره و این فرصت مهاجرت هست، ولی ریسک دیگه. شما در نظر بگیرید این تیم ها، واقعیت اینه که من گفتم 85%، شاید بیشتر، درصد خیلی زیادشون به مشکل نمیخورن، ولی 2 تا مسئله است. اون درصدی که به مشکل میخورن واقعا یک پول خیلی زیادی رو از دست میدن. مشکل دوم اینه که مبلغ
که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاده و چنانچه این اداره مهاجرت بیاد فوکوس کنه روی استارتاپ اینها، خب یه دردسر بزرگ براشون خواهد شد. درست. صدای من الان میاد دیگه انشالله؟ صدا عالی. خب یه سوال من خودم دارم، تفاوت بین در واقع اینکوباتورها، ویسی ها و انجل ها، حالا غیر از اون چیزایی که شما فرمودید، توی مثلا نحوه گرفتن پی آر یا مثلا گرفتن ویزا شدن وجود داره؟ مثلا تفاوتی میکنه از نظر آفیسر یا نه؟ ببینید شما خودتو بذار جای آفیسر دیگه. آفیسر داره پرونده ها رو بررسی میکنه. حالا من توی گروه، اول از همه نمیدونم دوستانی که اینجا الان هستن آیا تو گروه استارتاپ، گروه تلگرامیمون هستن یا نه. من یه سری از ریپورت های رسمی اداره مهاجرت رو اونجا سعی میکنم آپلود کنم. شما میبینید که تعداد استارتاپ هایی که از روش از اینکیوبیتور اومدن چقدره، دقیقاً سال به سال مشخصه. یه ریپورت 10-15 صفحه‌ایه، یعنی نیاز به گفتن. من خلاصه‌شو در انتها میگم. تو این ریپورت تعداد استارتاپ ها رو متوجه میشین چند تا از کدوم دزیگنیتد وارد شدن، چقدر ریجکتی داشتن، چقدر ریفیوزال داشتن و چقدر اپرووال داشتن. خلاصه این ریپورت رو بخوام بهتون بگم، از اونجایی که تعداد استارتاپ هایی که با انجل اینوستور و ونچر کپیتال دارن وارد فرایند استارتاپ ویزا میشن خیلی خیلی کمتره و از طرفی هم اینا نامه سرمایه گذاری دارن. خب مسلما اگر شما هم جای اون آفیسر باشید با اطمینان بیشتری اون پرونده رو بررسی میکنید. آفیسری که مسئول بررسی پرونده استارتاپ ویزا وقتی میبینه روزانه مثلا داره از فلان اینکیوبیتور 10 تا پرونده میاد ولی مثلا از فلان ونچر کپیتال تو امسال کلا 4 تا پرونده اومده، خب متوجه میشه که اون ونچر کپیتال داره با دقت بیشتری بررسی میکنه. و الان زمانیه که خیلی ها پیاراشون اومده، چون خودتون میدونید سیستم استارتاپ ویزای کانادا خیلی جدیده و زمانی که از حالت پایلوت به حالت دائمی در اومد خورد به کووید. یعنی واقعیت اینه که خیلی از تیم‌ها وارد شدن ولی تعدادی که الان پیارا در اومده تا چند ماه پیش خیلی کم بود، ولی الان تو این چند ماه خیلی ها پیار شدن و ما خیلی میتونیم به داده ها نگاه کنیم و ببینیم کدوم تیم‌ها پیار شدن، کدوم تیم‌ها به اصطلاح پیر ریویو خوردن. پیر ریویو یعنی این که و آفیسر اداره مهاجرت دانشش نرسیده که چک بکنه، متوجه نشده و اینو سپرده به یکی از شرکت هایی که باز در واقع بازرسی میکنن، میگم پیر ریویو. عموما استارتاپ هایی که با اینکیوبیتور هستن میرن تو پیر ریویو، ولی استارتاپ هایی که با سرمایه گذار هستن خود مبلغ سرمایه گذاری از هر پیر ریویو برای اینا قوی تره دیگه. در ازای یه چیزی بوده که یک شرکت کانادایی حاضر شده که امضا بکنه که به این تیم داره $200,000 $75,000 مبلغ سرمایه گذاری میده. خیلی هم عالی. آقای سهیل خیابانی پرسیدن که سابقه کار یا مدیریت یاد داشته باشیم یا فقط یه بیزینس پلن خوب کفایت میکنه؟ که رو توضیح دیگه هم بفرمایید. اینو خلاصه دوباره میگم. ببینید توی بحث استارتاپ چیزی که مهمه خود استارتاپه و ارتباط افراد با هم. یعنی آیا افرادی که توی استارتاپ هستن سابقه مرتبطی با فرآیند این استارتاپ دارن یا نه. حالا این سابقه مرتبط صرفا به این معنا نیست که مثلا اگر من استارتاپم تو حوزه هوش مصنوعی برای اسکین کیر، همه اعضای تیم من باید یا مربوط به اسکین کیر باشن. نه، مثلا اون کسی که دارم میذارم مدیر پروژه، مدیر تکنیکال پروژه، خب باید از برنامه‌نویسی بدونه. اونی که مثلا دارم، حالا من تیم ما 2 نفره است، مثال دارم استارتاپ خودم میذارم، مثلا یه استارتاپ 4-5 نفره، یک نفر مثلا توی تیم مسئول روابط عمومی ممکنه باشه، یعنی فردی باشه که زبانش از بقیه بهتره، حتی هیچ رزومه مرتبطی هم نداره، ولی اینو قرار دادم برای چی؟ چون یه چیزی که تو استارتاپ خیلی مهمه، حالا از لحاظ خود استارتاپ نه بحث مهاجرت، اینه که این استارتاپ بتونن ارتباط برقرار کنن و سرمایه گذار جذب کنن، با شرکت ها قرارداد ببندن. خب یه نفر ممکنه توی تیم بیاد اصلا کارش این باشه، آقا مثلا ما اینو مسئول این کار گذاشتیم، مسئول این که بتونه ارتباطات خوب برقرار کنه، قرارداد خوب درمون بنویسه، این آدم
روابط اجتماعی قوی داره، زبان انگلیسی قوی داره و این تعریف میشه. در نهایت زیاد کسی به رزومه من رزومه من مرتبط نیست واقعا. من رشته تحصیلی مکانیک بوده، حالا درست رزومه استارتاپی دارم و اینها خب قابل استناده و تیم هایی هم که دارم میبینم تو همین چند ماه PR شدن خیلی هاشون تو حوزه تک بودن، یه ربطی داشتن، شاید بعضی هاشون هم نداشتن، یعنی بیشتر نگاه میکنن که پروگرس داشته باشه استارتاپتون. درست. اتفاقا من در خصوص پروگرس هم یه سوال داشتم. همینجا شما گفتید که یعنی صحبت که می‌کردیم گفتید که یکی از وکلایی که قرار بوده بر دوستان یه کاری انجام بده مثلا که نداده و مشکل خوردن. درسته؟ اگه میشه ذره شفافتر صحبت بکنید که برای دوستان یه موقع چنین مشکلاتی وجود نیاد. چون فکر می‌کنم که مثلا وکیل چیزی تعریف میکنه، تجربه تکنولوژی نداره، بعضی چیزا رو نمیدونه اصلا امکان پذیر هستش یا نه، موقعی که میخوام پروگرس نشون بدن به مشکل میخورن یا اصلا کلا یه جواب نمیدن. درسته؟ ببینید اصلا مسئله وکیلا واقعیت اینه که وکلای مهاجرتی که در واقع اینجا هستن، اسم در فارسی میگن ما وکیل مهاجرتی هستیم، ولی واقعیت اینه که اینا مشاور مهاجرتی یعنی ایمیگریشن کانسالتنت. شما اگه بخواید تو کانادا ایمیگریشن کانسالتنت بشین یه سری دوره‌های خیلی کوتاهی رو میگذرونید و بهتون مجوز مشاور مهاجرتی میدن، به خاطر اینکه یک کشور مهاجرپذیره و نیاز داره به این موضوع و این پروگرام براشون تعریف شده است. پس اینا وکیل در واقع 99 من ندیدم تا حالا تو اینا، شاید باشم اگه بخوام کلی بگم هیچکی وکیل نیست شاید اشتباه باشه. من توی این وکلایی که دیدم و خیلی صحبتشون زیاده و شوهافشون زیاده، فالووراشون تو اینستاگرام و این ور اون ور زیاده، تو اینا من وکیل ندیدم، هم مشاور مهاجرت. کار اینها مهاجرت استارتاپ یکی از پروگرام هاشون هست. اینا حالا چی کار میکنن؟ اینا یک باز کانکشن دیگه ای دارن که این کانکشن تیم های اینا رو میاد معرفی میکنه به اینکیوبیتورها. تیم رو یک دیزاینش میکنه، خوشگلش میکنه و با این اینکیوبیتورها هم یه ارتباطی داره و در واقع یه کاسبیه. وکیل واقعا خودش هم نمیدونه، یعنی نه که بگیم دست خودش یعنی از عمدی داره مثلا این فنا، خود وکیل اصلا در جریان استارتاپ نیست، اصلا پروسه چجوریه و هیچ ذهنیتی هم نداشته که قراره چه اتفاقی بیفته. و الان این افراد اومدن با ورک پرمیت کانادا و اداره مهاجرت ازشون پروگرس ریپورت خواسته و اینا نمیدونن با چی کار بکنن. حالا مثلا ما این مبحثی که با محمد صحبتش شد این بود که خب ما الان بچه‌هایی که هستیم همه عمر و زمان و وقتمون رو استارتاپ گذاشتیم، شاید اگه رو هر کار دیگه می‌ذاشتیم خب استرس کمتری می‌کشیدیم حداقل. این تجربه و این هزینه‌هایی که شده بالاخره خب الان محمد استارتاپشو برده اروپا، هزینه کرده و زمانشو گذاشته. این هزینه و تجربه خیلی ارزشمنده و یکی از کارهایی که الان ما قرار انجام بدیم همین ماجراست که بیایم این منتورینگ رو انجام بدیم. دوستانی که هستن آقا اصلا پروگرس ریپورت چیه، چطور باید نوشت، چی میخواد اداره مهاجرت، با چه روش‌هایی شما میتونید به اداره مهاجرت ثابت بکنی که استارتاپش فعاله و اینا نکته‌های خیلی مهمیه. خب سوال بعدی، حالا انشالله بتونیم چیزی که یاد گرفتیم و داریم یاد میگیریم در اختیار دوستان قرار بدیم، چون خود ما هم خیلی چیزها رو یاد بگیریم. خانم فرهادی پرسیدن که در خصوص انتخاب انکوباتور به چه مواردی باید دقت کنیم، چون میگن که انکوباتور قدرت بیشتری داشته باشه احتمالی موفقیت پرونده زیادتر میشه. ببینید واقعیت اینه که اتفاقا من قبل از این جلسه داشتم با یکی از ونچر کپیتال های دزیگنیتد تلفنی صحبت میکنم، خیلی هم تلفن طولانی شد و بهش گفتم من وبینار اتفاقا راجع به استارتاپ ویزا بعد با تماس میگیرم. صحبت اینه که ببینید قدرت حالا اینکیوبیتور یا انکوباتور، حالا هر اصطلاح فرانسویش انگلیسیش، قدرت این اونقدری تاثیر نداره. واقعیت اینه که دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که اینکیوبیتورها از دید اداره مهاجرت همه یکسانن، مگر اینکه شما تیمتون
مورد داشته باشه. ولی نکته مهمی که هست اینه که اگر شما بتونید از ونچر یا انجل وام بگیرید، الان با توجه به قانونی که چند هفته پیش اومده، پرونده هایی که از ونچر یا انجل سرمایه گذاری دریافت کردن در اولویت بررسی پی آر قرار میگیرن. یه سری اتفاقاتی داره پشت پرده میفته. به عنوان مثال همین دیروز به کلیه افرادی که فعال بودن توی بحث دزیگنیتد های اداره مهاجرت بهشون ایمیل زده شد که کلا قراره هیچ شرکت جدیدی به لیست دزیگنیتد ها اضافه نشه. خب این یک مقداری عجیب غریبه. من با توجه به اینکه الان تو محیطم و توی سمینارها میرم، توی رفت آمد دارم و خودم به عنوان یک مشاور دارم برای یکی از ونچر کپیتال های مورد تایید اداره مهاجرت کار میکنم و باشون قرارداد دارم. تا چند هفته آینده هم مطمئنا اسم خودم داخل سایت اداره مهاجرت ممکنه ببینید. این ارتباط خیلی واقعا در واقع عمیقه و چیزایی رو من دارم اینجا میبینم که شاید بقیه وکلا یا نبینن یا اگرم در جریان باشن با کلاینتاشون مطرح نکنن. نکته‌ای که من دارم میبینم اینه که احتمال داره توی یک سال آینده این پروگرام رو استاپش کنه اداره مهاجرت یا تبدیلش بکنه به پروگرام ورک پرمیت ساده. به خاطر همین من همیشه صحبتم اینه با همه دوستان که اگر قصد مهاجرت به کانادا رو داری، اولا وارد روش‌های عجیب غریب نشو. آیا بری به یه نفر پول بدی برات مدارک جعلی درست کنه که آیا ویزا بشی، ویزای توریستی بشی، نشی، بعد با ویزای توریستی بیای اینجا برید. اولا خود ویزای توریستی 3-4 ماه طول میکشه تا بیاد، بعد شما فرضاً 4 ماه دیگه اومدی تا پاد رسید اینجا، این قانون ورک پرمیت اصلا تمدید نشه. اصلا فرض رو بگیریم تمدید بشه، شما این ورک پرمیت رو بگیری، بعد کجا بری سر کار، بعد چند سال بری سر کار اینجا تا امتیاز کار کانادایی بگیری، بعدش مثلا باز بری مدرک زبان بالا بگیری تا بتونی وارد اکسپرس انتری بشی و یک پروسه پیچیده‌ای. مخصوصا برای دوستانی که بیزینس دارن، یعنی تو ایران هر نوع بیزینسی دارن. آقا شما اصلا تو ایران رستوران داری، اصلا ساندویچی داری دیگه. از این مثالای ساده میخوام براتون بزنم. کسی که تو ایران بیزینس داره میتونه اینجا راحت بیزینس را بندازه. اینجا خیلی فرقش آماده است. اصلا کشور مهاجرت. کسی که ایران یک بیزینسی داره، هر نوع بیزینسی راحت میتونه یک شعبه مشابهش رو اینجا راه بندازه. واسه همین اصلا توجیه نداره براش که بیاد ورک پرمیت بگیره بعد اینجا بره آیا بتونه کار پیدا بکنه، کار تخصصی. چون اگر مثلا افرادی هستن میان ورک پرمیت میگیرن میرن مثلا چون تو اوبر کار میکنن یا میرن یک کار جنرال انجام میدن، میشن مثلا کشیر یک فروشگاه، اینها هیچ کدومشون امتیاز برای گرفتن پی آر نمیشه. اینا کارهای جنرال هست. شما اگر بخواید با این سیستم ورک پرمیت ایرانی ها اینجا پی آر بگیرید، اقامت دائم، چون ارزش اصلی کار اینه که شما اقامت دائم بگیرید، 3 سال بعدش هم پاسپورتتون رو بگیرید دیگه. خب این خیلی ارزشمنده و به نظر من این فرصت که احتمال خیلی زیاد شاید تا 1 سال دیگه، شاید کمتر، استاپ بشه. چون چیزی که من دارم میبینم از بک‌گراند ماجرا اینه، استارتاپ ویزا خیلی روش عالیه و اینو باید دوستان ازش استفاده بکنن تا میتونن از این روش استفاده بکنن و نگران چیز خاصی نباشن. چون روش‌های دیگه همشون حتی روش ثبت شرکت، روش کارآفرینی شما باید نزدیک 400-500 هزار دلار تو حسابتون نشون بدید، بعد بیزینس پلن بیارید اینجا، بیان شرکت رو راه بندازید، کارمند استخدام بکنید. اگر بعد از چند سال اون چیزی که تو بیزینس پلن گفتین و حداقل مقدارش رو تونستید ثابت کنید، شرکت راه افتاد، کار کرد، درآمد داشت، اون موقع میتونید برید تو پروسه پی آر. واسه همین روش استارتاپ ویزا درسته که یکم اما اگرهایی داره. آره پروگرس ریپورت میخوام. با پروگرس ریپورت چیه؟ اگر استارتاپتون نرم افزاری نهایت اپ میخوام بیارید، بالا یکم براش یوزر بگیرید، با چند تا مثلا شرکت مشابه برید قرارداد ببندید، خیلی چیز راحتیه. یعنی به نظر من از روش‌های دیگه مهاجرتی خیلی به نظرم راحت‌تره. شما هر روش دیگه بخواید بیان، آخه یه مشکلی که هست محمد میدونی چیه؟ یه هولی که بین بچه‌هایی که دوست دارن مهاجرت کنن به کانادا افتاده اینه که فقط میخوام یه چیزی این از کجا این اصطلاح اومده که من فقط میخوام پام برسه. خب شما پاد برسه اینجا خیلی هزینه داری.
و رسیدن پا چه تأثیری داره آخه؟ مثلا با آدم پاش برسه، خب یه چیزی آخه این مد کردن هم برای همه کشورها. آقا شما اروپا پات برسه دیگه موندگاری. خب چه جوری موندگاری؟ مثلا یه جوری راهشو پیدا میکنه. آخه راهی نیست، راهشو ممکنه پیدا بکنی ولی زمان بره. شما ممکنه چندین سال درگیر باشی، الله باشی، کلی هزینه کنی، بالاخره زندگی هزینه داره تو این کشور رو دیگه. بعد مثلا اون راهی که تو میدونستی 3 ساله پی آر بگیری، شما در نظر بگیرید مثلا با روش استارتاپ شما اگه 3 سال هم پروسه پی آرتون طول بکشه، تو این 3 سال 2 سالش هم با ورک پرمیت باشید، ورک پرمیتتون یک سال از 2 سالش حساب میشه برای پاسپورتتون. یعنی زمانی که پی آر بیاد 2 سال بعد شما پاسپورت میگیرید. خب این خیلی ارزشمنده تا اینکه شما بخواید با یک ویزای توریستی بیان اینجا با اما اگر چندین سال درگیر باشین که آیا بتونید پی آر رو بگیرید یا نگیرید. و خیلی بیشتر از این حرفا باید هزینه بکنید تو این پروسه. ممنون از توضیحات کاملت. پرسیدن که مدت زمان گرفتن تاییدیه حمایت و ساپورت چقدر است به صورت معمول و با اون تاییدیه میشه بلافاصله ورک پرمیت گرفت یا نه؟ سوالی بود. ببینید اینکیوبیتورها با هم متفاوتن، بعضیشون 2-3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه بهتون لتر آف ساپورت رو میدن. من حالا این موضوعی که قبلش ما با هم صحبت کردیم اون نمیدونم اینجا مطرح بکنیم یا نه. نمیدونم از دوستانی که الان هستن 29 نفری که هستن چند نفر از بچه‌ها اینجا حالا من کوچیک مطرحش میکنم اینو، بعد اون فرمی که نمیدونم شما تهیه کردین نه دوستان پر کنم بعد باشون در تماس باشیم. اینجا همونطور که گفتم من به عنوان مشاور یکی از ونچر کپیتال های دزیگنیتد اداره مهاجرت دارم کار میکنم. ونچر کپیتال ها سرمایه $200,000 روی استارتاپ شما میذارن. سرمایه‌شون هم از دولت کاناداست. یعنی این ونچر کپیتالی که من دارم باشون کار میکنم سرمایه‌ای که روی استارتاپ شما میذاره از دولت کانادا داره میگیره. و اینها خیلی استارتاپ های واقعا سلکت شده ای رو جذب میکنن و من با توجه به ارتباطی که با اینها دارم یه جورایی ازشون قول گرفتم بتونم 3 تا تیم 4 تا تیم نهایت 4 هم اشتباه گفتم 3 تا تیم بهشون معرفی بکنم. 3 تا تیمی که واقعا استارتاپ های خوبی هستن و فاندرهای این استارتاپ ها خیلی مهمه کی باشن. حالا ما صحبت که با محمد کردیم اینه که ما الان با 2-3 تا فاندر قبل از هفته ها قبل از این وبینار که اصلا صحبت وبینار بشه صحبت کردیم. فاندرهایی که استارتاپ های فوق العاده قوی دارن و در واقع MVP دارن. استارتاپ هاشون شاید 100% به درآمد نرسیده باشه ولی خیلی تک بالایی داره، خودشون رزومه های خیلی خوبی دارن. اینا رو ما داریم جذب میکنیم، یعنی در واقع داریم باشون صحبت میکنیم و شاید برای هر کدوم از این تیما 1 الی 2 نفر هم کوفاندر مرتبط بتونیم از بچه هایی که باشون در ارتباط هستیم، حالا چه شما دوستانی که توی این وبینار هستید چه حالا بچه هایی که توی پیج من هستن، من خودم میشناسمشون و دوستان محمد، 1-2 نفر کوفاندر برای این استارتاپ رو پیدا بکنیم و این یک فرصت خیلی ارزشمنده. یکی اینکه از ونچر کپیتال دارید نامه میگیرید، 2 اینکه سرمایه گذاری داره روی استارتاپ 100% صورت میگیره و 3 اینکه این استارتاپ ها واقعی هن، فاندرهاشون واقعی هن. تیم ها قرار نیست شبیه این وکیلا 5 نفره باشه، چون ما این استارتاپ ارزشمند قرار واقعا کار بکنه و ما میخوایم تیم ها رو خیلی کوچیک ببندیم برای این چند نفر و هنوزم در حد کانسپته. گفتم اینو من تو اینجا مطرح بکنم که بعد دوستان زمانی که اسمشون فرم پر کردن ببینیم که آیا رزومه هاشون به این تیم‌ها میخوره یا اگر خودشون فاندرن استارتاپ دارن ببینیم که میتونیم یه جوری توی این تیم ها بذاریمشون، چون این خیلی ارزشمنده. یعنی نامه از ونچر کپیتال گرفتن خیلی واقعا شانس بزرگی هم برای فاندر استارتاپ هم برای اعضای تیم و کوفاندرش. من میگم بریم سراغ سوالا محمد. آره خیلی ممنون از توضیحاتت، به نظر فرصت خیلی خوبیه و تو جزئیاتش بیشتر مشخص بکنیم. سوالات خیلی زیاده، باید مدت زمان داشته باشیم. همین جان شما تا کی وقت دارید؟ والا اینجا 2:30 ظهر الان، ایران فکر کنم 10 شد دیگه.
من نیم ساعت دیگه فکر کنم بتونم در خدمتتون باشم. ما 45 دقیقه از شما وقت میگیریم. آقای فلاح پرسیدن امکان ادغام استارتاپ پروژه دانشجویی هست، یعنی اینکه یکی از اعضای تیم برای پایان نامه دکترا و تحصیلی کار بکنه و کوفاندر باشه و یکی از اعضا به عنوان فاندر یک استارتاپ علمی بیزینسی راه اندازی کنه تو حوزه غذادارو. ببینید من اصلا کار به مبحث اینش ندارم که کسی که کوفاندر قرار دانشجو باشه یا نه. ببین آیا پروژه شما ذات استارتاپی دارد یا ندارد، این خیلی مهمه. چون عموما پروژه دانشجویی بیشتر یه چیزی که خیلی من تو گروه استارتاپ میبینم اشتباه میکنن استارتاپو، فکر میکنن استارتاپ باید پشتش یک علم خیلی عظیمی باشه. مثلا طرف میاد میگه من استارتاپم توی فلان دانشگاه این جایزه رو گرفته، یعنی ایدم. ببینید صحبت استارتاپ خیلی ساده است. الان مثلا مارتین بستیری یکی از چهره‌های استارتاپی ایرانی که خب خیلی خبرساز، همه میشناسید، شاید بشناسید، و 2 تا استارتاپ داره. یه استارتاپش که ارزش فکر کنم 4 میلیارد دلار ارزش داره الان، و استارتاپ دومش که قبل از اینکه اصلا شروع بشه 50 میلیون دلار فاند گرفت. و ببین استارتاپ مارتین بستیری رو ببینید، هیچ علم عجیبی پشت سرش نیست، خیلی ساده است. یعنی استارتاپ یعنی چیزی که قابل اسکیل باشه. اگر ایده شما قابل اسکیل، مهم نیستش که کوفاندرتون دانشجویی داره، پروژه دانشجویی کار میکنه، ولی اینو باید در نظر بگیرید که در هر صورت اگر بخواید به عنوان ایده استارتاپی نگاه کنید، یک سرمایه گذاری حالا چه الان چه در آینده قرار یه تیکه از شرکت شما رو بگیره. آیا این به عنوان یک پروژه علمی قابل اجرا است یا نه؟ درست. آقای دانش پرسیدن که شما وقتی برای ویزاتون درخواست داده بودید استارتاپ اروپاتون در چه مرحله‌ای بود؟ ما زمانی که برای ویزا درخواست دادیم اروپا بودیم، یعنی ما از اروپا برای ویزا درخواست دادیم، ولی کوفاندر تیم من نیومد چون ما یک سری دیتا کالکشن تو ایران داشتیم، یه سری دیتاهای کلینیکال باید برداشت می‌کردیم که ایشون ایران موند و ایشون از ایران اقدام کرد. آیا انکوباتورها قبل از دادن نامه حمایت شما رو الزام به شرکت در کلاس‌ها و برنامه‌هاشون میکنن و اینکه آیا تضمینی بابت نامه حمایت به شما میدن یا خیر؟ بعضی‌هاشون الزام میکنن، بله. تضمینی نمیدن مگر زمانی که ازتون بخوان پول اصلی رو بگیرن. خیلی هاشون یه مبلغ کوچیکی فقط برای بررسی مدارکتون میگیرن. بس خیلی صادقانه، یعنی شرط اصلیش دادن همون پول اولیه است، درسته؟ شرط اصلی نیست ولی شرط لازمه. بعد لازم شرط اصلی واقعا اینه که باید تیم درستی باشه تا اینا نامه بدن. آقای پاکزمان پرسن اگر استارتاپ یک نفر باشه اما یک تیم خوب درست کنیم، نه که کوفاندر پیدا کنیم، باز هم آفیسر سختگیری میکنه؟ ببین اگه منظورتون آفیسر پی آر هست که اصلا پروسه بررسی پی آر یه روند متفاوتی داره. اگه منظورتون آفیسر ورک پرمیت هست که آفیسر ورک پرمیت عموما زیاد توجه به این چیزا نمیکنه، ویزای شما رو میده. ولی چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. اگر تیم میخوایم، یکی از مشکلاتی که الان برای تیم‌ها پیش اومد اینه که واقعا استارتاپ بنده خدا واقعی بود، یه کوفاندر آورده بود که شناختی نداشت، روش تحقیق نکرده بود، کوفاندر ویزا شد اومد کانادا و درخواست پناهندگی داد و کوفاندر عضو اسنشیال تیم بود و کلا تیم به فنا رفت. امیر جان، آقای شیردل پرسیدن استارتاپ من در حد ویسی است، به نظر پول بدم با انکوباتور بیام یا با توجه به اینکه سهم میدم، منظورشون که انکوباتور انتخاب کنم چون سهم نمیدم یا اینکه ویسی انتخاب کنم که یه سهمی بدم و اینکه احتمالاً سهمی که میگیرن چقدر بودن شما دارید؟ خب سلام عرض میکنم خدمت آقای شیردل استاد بزرگ. با توجه به شناختی که از استارتاپ ایشون دارم سهم ندن الان بهتر، چون استارتاپشون واقعا استارتاپ خوبیه و برای بحث مهاجرت برای 200,000 دلار به نظر من سهم ندن، بیان اینجا با اینکیوبیتور و سرمایه گذاری چند میلیون دلاری بگیرن اون موقع سهم بدن. درباره استارتاپ ویزای انگلیس هم اطلاعاتی دارید؟
استارتاپ ویزای انگلیس دقیقاً همین پروسه رو داره، با این تفاوت که هیچ بحثی از اقامت دائم داخلش نیست. شما باید یه سری تو خود اداره مهاجرت انگلیس بهش میگن فسیلیتور، همون اینکیوبیتور در واقع، یه سری فسیلیتور دولت انگلیس معرفی کرده، از اینا باید لیتر ساپورت بگیرید. اگه سرچ بکنید سایتش میاد بالا، تو سایت خود دولت انگار بریتانیا. هزینه دریافتی اینکوبیشن چقدره؟ متفاوته بسته به دزیگنیتد، از 30 تا 50-60 هزار تومان شنیدم، تا 100 تا هم شنیدم حتی، به ازای تیم. البته تو حوزه تبلیغات به نظر تو میرسه استارتاپی ران کرد از نظر دولت کانادا قابل قبول هست؟ اتفاقا همین استارتاپ ها بیشتر قابل قبوله. یکی از استارتاپ هایی که فکر کنم 70 میلیون دلار فاند گرفت چند روز پیش، یه استارتاپ مثل دلیور غذاست، با این تفاوت که شما داخلش میرید و سابسکرایبشن هم مثلا هفتگی میگیرید، برای شما محتویات و اینگریدینت غذا رو میفرسته با رسیپی و این خیلی هم تازه کاره. من تبلیغاتشو میبینم اینجا و هفته بیش 70 میلیون. یعنی منظور دنبال ایده عجیب غریب نباشین، ایده های همین ساده خیلی راحت‌تر هم میتونید ازش فاند بگیرید و کار بکنید. آقای موتیان پرسیدن نمایش پروگرس استارتاپ در ایران واجبه یا در سال اول و دوم وارد شدن به کانادا هم مهمه؟ ببینید زمانی که از شما اداره مهاجرت نامه میخواد، ریپورت میخواد به عبارتی، عموما یک تمپلیت کلیه که برای همه تیم‌ها میفرسته. یکی ازتون مدارک کلی رو میخواد، مثلا مدارک ازدواج و این جریانات و تمکن مالی به روز ازتون میخواد، احتمالاً ازتون یه LOS و یه کامیتمنت سرتیفیکیت به روز میخواد که باید از دزیگنیتدتون بگیرید و ریپورت و بیزینس پلن به روز میخواد، چون بیزینس پلن شما در انتهای هر بیزینس پلنی یک پیشبینی مالی داره، به قولی یه پروجکشن داره و اینو باید عوض کنید دیگه، چون 3 سال پیش شما بیزینس پلن دادید و پیشبینی مالیتون ممکنه یا به ثمر رسید یا نرسیده و باید اونو جدید کنید و ازتون میخواد تا به حال چه کار کردید. این چه کار کردید بنا به هر استارتاپی متفاوت. اگر استارتاپ شما مثلا این اپ میگید خب ما این اپو گسترش دادیم، توسعه دادیم، اپ الان موجوده، 4 تا ورژن دادیم، خب اینا میرن میبینن دیگه، مثلا طرف میره تو اپ استور، میره تو ورژن هیستوری میبینه آره شما توی مثلا هر 3-4 ماه یه ورژن جدید دادید، یه سری چیزا اضافه کردید. بعد میگید یوزر گرفتیم، مثلا ریپورت گوگل پلی رو میدید، ریپورت اپ استور رو میدید، یا مثلا تو حوزه کاری خودتون با یه سری شرکت‌ها قرارداد بست، حالا یا این شرکت‌ها قراره به شما یه پولی بدن، یه خدمات شما بهشون بدید اگر مثلا بی تو بی دارید، مثلا استارتاپ محمد، یا اینکه این شرکت‌ها قراره یه قسمتی از کار شما رو براتون راه بندازن. مثلا تو حوزه کاری استارتاپ ما مثلا با شرکت سفورا قرارداد بستیم تا بتونیم محصولات سفورا رو به APIش دسترسی داشته باشیم و داده‌ها و توضیحات محصول رو بدیم تو هوش مصنوعی ماشین لرنینگ و ازش خروجی بگیریم به عنوان مثال. و این مثلا یک پروگرس لتر دیگه، ما اومدیم با اینا این قرارداد رو بستیم. این میشه همین، خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما میگین ما استارتاپمون به این نقطه ها رسیده، این کارا رو کردیم، چیز عجیبی ازتون نمیخوان. درست. آقای دانش پرسیدن در خصوص استارتاپ من پرسیدن. من تقریبا 1 سال و اندی هستش که وارد لیتوانی شدم. اول با استارتاپ اینشورماتیکس بود که در حوزه اینشورتک بود. بعدش تقریبا یه 4 ماهی هستش که من پیوت کردم به یه استارتاپ جدید که مقدار بازارش بزرگتره و بعد از فیدبکایی گرفتم و با مشتری صحبت کردم اینا چیستم که این محصول بهتره و در حال حاضر مشغول صحبت کردن با سمت سرمایه‌گذار هستیم. ان شاءالله ببینیم پرندش چقدر طول میکشه و خدمتتون هستم. پروسش چقدر زمان برد؟ ببینید الان خب فرآیند توی لیتوانی بهتر شده. اتفاقا یه اتفاق خوبی که توی لیتوانی داره میفته، پلاگ اند پلی قراره که اینجا اکسلریشن پروگرام یعنی برگزار کنه. یه مناقصه‌ای بوده که از طرف دولت لیتوانی برگزار شده و این شرکت برنده شده و خیلی خبر خوبیه برای ما به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و پلاگ اند پلی هم خب
بازارش جهانیه و خب خیلی میتونه فرآیند رو برای استارتاپ‌های ایرانی که میخوان بیان اینجا تسهیل بده. فرآیندش چقدر طول کشید که ما در واقع ما محصول اولیه‌مون مشتری داشت داخل ایران و فروش هم داشت، اقدام کردیم. بعد از تقریبا فکر کنم 2-3 هفته جوابش اومد. بعد از 2-3 هفته ما اقدام کردیم برای گرفتن TRP که بعدش حالا فرآیندش دیگه اومدیم اینجا و اینجا هست. چقدر باید هزینه کرد؟ ببینید برای درخواست دادنش هزینه وجود نداره، چون انکوباتور یا VC یا هر چیز دیگه لازم نداره، فقط تاییدیه استارتاپ ویزا لازمه. یه کامیتیه که تصمیم گیری میکنن و اگر که اوکی بدن شما میتونید دیگه بگیرید. اولی که ما اومدیم 1 ساله بود، ولی الان اول 2 ساله میدن و اگر که شما پروگرس نشون بدید که احتمال خیلی زیاد باید سرمایه گرفته باشید، تبدیل میشه به یک اقامت 3 ساله، بعدش هم اقامت دائم احتمالاً و دیگه فرآیندش میره جلو. نمره آیلتس برای آقای امیر جان درخواست کانادا و برگردیم کانادا، نمره آیلتس برای تمام اعضا باید 5 باشه و آیا سرمایه گذار در این باره اثر گذاره و ممکنه بدون آیلتس 5 هم قبول کنن؟ نمره آیلتس بله باید 5 به بالا باشه، ولی ترجیحاً فاندر باید آیلتس بهتری داشته باشه. این قانون ماجراست، ولی نکته منفی داره دیگه، چون آیلتس 5 واقعا آیلتس پایینیه. یه فاندر یا استارتاپ باید بتونه در ارتباط باشه با خیلی جاها، باید بتونه بره توی سمینارهای مختلف استارتاپی ایده‌هاشو پیش کنه، سوالاتو جواب بده. خب مسلماً نفر آیلتس 5 داره نمیتونه این کارو انجام بده و قانونا اینه، ولی در عمل آیلتس 5 همه اعضای تیم یک مقداری رد فلگه واقعا. درست. آقای میرهندی اصفهانی پرسیدن در رابطه با شبکه سازی و پیدا کردن همگروهی هم اگر راهنمایی دارید ممنون میشم ارائه بدید. همینجا میخوای از خودمون شروع کن که برنامه چیه و ما هدفمون چیه. ببینید حالا من توضیحاتی میدم، امیر جان تکمیلش کنه. ما خب واقعیتش برنامه‌مون اینه که حالا ما یک سری در واقع تجربیات خوب یا بد داشتیم اینجا توی اروپا. امیر جان هم خب فرآیندی بوده که از اروپا رفته کانادا و در واقع مسیر خودش طی کرده رفته جلو و خیلی میتونه کمک میکنه. ما برنامه‌ای که داریم انشالله هدفمون اینه که یه کامیونیتی حول در واقع فاندرایی که میشناسیم داشته باشیم، در کنار هم یه کامیونیتی بسازیم اول از همه که بتونیم هم دیگه کمک بکنیم، که در کنارش میشه خب خیلی کارهای دیگه انجام داد. به قول شما میشه همگوری پیدا کرد، میشه اطلاعات رو شیر کرد، میشه حالا با کمک امیر که انشالله بتونیم تو هم VC نقش داشته باشه بتونیم کمک بکنیم برای گرفتن هر چه سریعتر اون لتر آف ساپورت از VC یا حالا انکوباتور یا هر جای دیگه. و تجربه امیر به نظر من اینجا گیم چنجره، خیلی میتونه کمک بکنه به اعضای تیم، چون حالا هم کامیونیتی داریم میسازیم، هم اطرافی همین الان هستن و خب سعی میکنیم که کامیونیتی هم بزرگتر بشه و ترجیحمون هم اینه که افرادی که میان وارد گروه ما میشن واقعا فاندر باشن، واقعا دنبال این باشن که مهاجرت کنن یا میخوان مهاجرت کنن یا فاندرن یا حالا در واقع اون فرآیند میخوان برن جلو. حالا همین جا اگر توضیحاتی داری برای تکمیلش بفرما چه کاری قرار انجام میشه اصلا. آره واقعیت اینه که فرآیند استارتاپ ویزا برای افرادی که مثلا برای همین وکلایی که الان همه ازشون شاکی هستیم، حالا من خدا رو شکر با وکیل کار نکردم ولی میدونم دوستانی هستن که حسابی اذیت شدن، واقعا فرآیند پردردسریه. ما هم قصدمون به هیچ عنوان این نیست و نخواهد بود که اصلا بخوایم وارد همچین فضا و شرایطی بشیم که بخوایم تیم استارتاپی بفرستیم. اما دو تا کاری که قرار من و حالا بچه‌های تیم خودم و تیم محمد توی یک فضای جدید انجام بدیم اینه که اولا بیایم دو مسائل آموزشی رو تهیه بکنیم و این کامیونیتی رو گسترش بدیم. کامیونیتی فاندرها و بنیانگذارهای ایرانی که استارتاپ واقعی دارن و حالا به هر دلیلی یا تیمشون خوب نیست یا واقعا من خیلی استارتاپ رو میبینم که
چون انسان ها موجود متفاوتی هستند دیگه. بعضی افراد ممکنه خیلی درونگرا باشن، واقعا ایده خوبی داشته باشن، به نقطه خوبی هم رسونده باشن، ولی یه تیم خوب کنارشون نباشه. بعد اینا مجبور باشن که مثلا برای این بحث مهاجرتی بیان توی گروه ها بزنن دنبال کوفاندر میگردیم، یه نفر این وسط بیاد براشون دردسر درست بکنه. و خب این شرایط اصلا جذابی نیست. یکی این موضوع و این کامیونیتی قرار تشکیل بشه، و یکی این امکان کوتاه مدتیه که من الان دارم که میتونم چند تا تیم به ونچر کپیتال معرفی بکنم و ازشون 1 ماه LOS بگیرم. این امکان خیلی امکان خوبیه. یعنی الان به قول قدیمی ها میگن تا داغه بچسبونیمش به تنور، چیزی این اصطلاح هستش. این امکان الان داغه، موجوده و خیلی جذابه. یعنی من خودم هیجان دارم و میگم کاش چند سال پیش که این همه من درگیری و پیگیری و هزینه داشتم که مثلا با انجل اینوستور بتونم LOS بگیرم، 1.5 سال منتظر LOS باشم. خب این چه شرایط خوبیه. ای کاش یکی بود اون زمان اینو من معرفی میکرد. و اینو اگر بچه‌هایی که توی الان دارن این وبینار رو میشنون دنبال بحث مهاجرتن، حتما اون فرمی که محمد قراره در انتها بذاره رو پر کنن، ما اینو باشون در ارتباط باشیم، چون هدف اینه که از آدمایی ما این چند تا تیم، حتی چند تا تیم که در واقع تیمای 2-3 نفره قراره باشن، یعنی مجموعاً شاید بتونیم با 7-8 نفر کار بکنیم، افرادی باشن که در واقع دانش و رزومت رو دارن. چون نه این ونچر کپیتال قبول میکنه که ما بخوایم تیم فیک براشون بفرستیم، و نه این که اصلا از لحاظ منطقی کار درستیه و ریسکی هستش. و با هدف ما اینه که عموما تو استارتاپ های حوزه تک باشه. اینو میخوام بهتون خلاصه بگم، به این دلیل که یک، تجربه هم من و تیمی که دارم هم محمد توی حوزه تک هست و ما میتونیم پروداکتشون رو دیولپ بکنیم، تو خیلی جاها میتونیم کمک بکنیم. خب ما تیم نرم افزاریمون الان آماده است. یعنی اگر هر ایده‌ای تو حوزه تک باشه، بحث پروگرس ریپورتش خب ساده است برای ما، چون این مسیر رو یه بار رفتیم و یوزر گرفتیم. الان 2 تا اپ خودم توی شرکت خودم توی اپ استور و گوگل پلی داره، بالغ بر 200,000 یوزر داریم. این مسیر انجام شده است، انجام دادیم یه دور و میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. یعنی تیم هایی که حالا توی این چند ماه بتونیم اینتیک بکنیم برای ونچر کپیتال، اینا از همه نظر خیالشون راحته. یکی این که استارتاپ واقعیه، 2 این که محصولشون پروگرس میشه به مرور زمان، و 3 این که سرمایه گذاری دارن میگیرن، و از همه مهمتر اینی که عرضم به حضورتون در زمانی که اداره مهاجرتشون چیزی بخواد کلی دستشون پره برای ارائه و این خیلی عالی میشه. حالا این مثلا سوال راجع به این بود من رفتم صحبت این. همین خیلی خوب بود. آفرین، خیلی جامع و کامل بود. حالا انشالله در گروه هم بیشتر اطلاعات رو میذاریم. آقای سلطانی پرسن آیا سن و مدرک تحصیلی ملاک هست برای استارتاپ؟ سن و مدرک تحصیلی، سن که خب ملاک نیست. ما الان تیمایی داریم که 50-60 سالشه طرف فاندرش، ولی باید بخوره به استارتاپ. به عنوان مثلا که تیمایی که توی سمینار استارتاپ اتاق بازرگانی تورنتو من شرکت کرده بودم و خودمونم اونجا ارائه داشتیم، یکی از تیما هندی بودن و فاندراش هم بالای 50 سال بودن، ولی نوع استارتاپ میخورد. اینا استارتاپشون تو حوزه کشاورزی بود و یک اینویشن تو کشاورزی داشتن. خب آره میخوره، ولی مثلا طرف سن بالا بخواد یه استارتاپ تک مثلا اپ، خب شاید ببین اینا ما با تمام اینا رو در نظر بگیریم که آفیسر چی میبینه و چه تصمیمی قرار بگیره. در نهایت نه، علاوه قانونی مهم نیست. تحصیلات هم این نکتهشو یادم رفته، باید برم بخونم توی سایت اداره مهاجرت، ولی تحصیلات فکر کنم حداقل لیسانس لازمه جز تحصیلات. فکر کنم اونم باید برم چک کنم. اگر طبق فرمایش شما برنامه استارتاپ ویزا توسط دولت کانادا کنسل شود، تکلیف گروه‌هایی که پروندهشون سابمیت شده به چه صورت خواهد شد؟ اونا هیچ مشکلی پیش نمیاد براشون که اونا که
به قول اصطلاح فارسیش میگن چی؟ میگن عطف به ما سبق نمیشه. یعنی بعد از این تاریخی احتمالاً دیگه قبول نکنن دیگه، درسته؟ آره این تیک نمیکنن. بله اونا که هستن که سر جاشون. آدرس کانالم فرستادم خدمتتون. دوباره در خصوص هزینه‌ها صحبت بفرمایید. همینجور اگر امکانش هست، حالا یه سوال خارج از این فضا، هزینه‌های زندگی توی کانادا به صورت خیلی خلاصه اگه بتونی بگی دوستان بیشتر، من خودم هم بدونم. خب اولا که بستگی داره چه شهری بخواید زندگی بکنید و خب گرونترین شهر کانادا الان ونکوور، بعدم تورنتو. در واقع دانتان تورنتو و ونکوور یه جورایی داخل شهره. چون مثلا میگم محله ریچموند هیل در واقع یه شهر دیگه است، یا مثلا میسیساگا یا اینهایی که خب اصطلاحاً بهش میگن GTA یا تورنتوی بزرگ، اون شهرهای دیگه. هزینه زندگی شهر به شهر خیلی متفاوته. اینجا بخوام خلاصه بهتون بگم، رنت خونه داخل دانتان اگر توی برج و کاندو و اینا، خونه یه خواب مثلا از 200-300-400 شروع میشه. ولی خب خیلی ها مثلا میرن اصطلاحاً بهش میگن بیسمنت. حالا بیسمنت ترجمه لفظی میشه زیرزمین، ولی اینجوری نیستش. یک طبقه از خونه های هاوس رو میرن اجاره میکنن، اجارهاش کمتر، رنج 1500 ایناست. ولی بخوام خلاصه بگم برای خانواده 2 نفره میشه مثلا با 300-500 اینجا زندگی متوسط داشت خوب بود. دلار کانادا، درسته؟ بله دلار کانادا. ببخشید آقای قادری پرسیدن، من دیر جلسه رسیدم. من یه ایده استارتاپی دارم برای سلرهای آمازون که کار چند ساعته سلرها رو در 1 ثانیه انجام میده. من خود خب که ایوان جان شما اول اونو بده من خودم تست کنم، به کارم میاد. و ببین سرمایه ابتداییشه که خب شما ایده رو میدونی چقدر هزینه نیاز داره. یه نفر میاد میگه من ایده تاکسی اینترنتی دارم، خب این که اپش آماده است، میره $50 میره توی چیز میخره مثلا رو، چون میدونم نرم افزاری دارم میگم. بستگی داره ببینی چه تکی قرار استفاده کنی، چه تالنتی قراره بیاد برات کار بنویسه، با ساعتی $70 بهش پول بدی. اونی که قراره برات پی اچ پی بنویسه با ساعتی $20 بهش پول بدی. و اینو باید خودت تعیین کنی که چقدر هزینه داره. ولی بکنید زیادم نیاز نیست محصول آماده و حاضر باشه. و اینکه آقای صابری پرسیدن اگر استارتاپ فامیلی باشه، یعنی احتمال اعضای خانواده باشن، به پوینت منفی حساب میشه یا نه؟ نه به نظرم پوینت مثبت هم هست اگر رزومه بخوره مرتبط باشه. خیلی هم پوینت مثبتیه. اصلا استارتاپ مارتین بصیری 3 تا برادرن دیگه. بله. اگر آقای دانش پرسن اگر یک ویسی بخواد 200,000 تا سرمایه گذاری کنه، چند درصد از سهام استارتاپ رو به نامش بزنیم؟ ببین باید نگوشییت کنید دیگه. حالا ویسی که من باشون کار مشاوره انجام میدم، اینا از 40% شروع میکنن، ولی فکر کنم بشه تا 22-23% باشون بستگی داره چقدر این استارتاپ خوبی باشه. اگر کسی با ویزای توریستی وارد کانادا بشه و بعد هم ورک پرمیت درخواست داده باشه، باز هم میتونه در یک استارتاپ عضو بشه؟ بله میشه. همین من یه سوال دیگه دارم. فرض کنید که من با یه استارتاپ میام وارد کانادا میشم، خودم میتونم یه استارتاپ دیگه راه اندازی بکنم یا نه؟ بله 100% میتونم. مشکلی که الان قانونی که اومده فقط رو شرکت خودت کار کنی. الان از 2-3 ماه دیگه ورک پرمیت هایی که صادر میشه همه اوپن ورک پرمیت برای استارتاپ و شما میتونی روی از شرکت خودت کار کنی، اصلا رستوران بزنی، استارتاپ که هیچی دیگه. منظور میگه همه کار میتونی بکنی، کاملا بازی برای کار. درسته. آیا میشه با ویزای توریستی از داخل کانادا برای استارتاپ ویزا اقدام کرد؟ با ویزا احتمالاً
باید وقتی ببینید درخواست ویزا رو که میتونید بدید و ویزا دوباره پروسش توی آنکارا بررسی میشه، ولی خب تا زمانی که هستید میتونید برید. نهایت وقتی ویزای ورک پرمیت منظورتونه دیگه، ورک پرمیتتون که صادر شد میتونید پاستون رو بفرستید، یکی پیکاپ کنه براتون ویزای جدید استارتاپی رو بچسبونه، یا یک ورود خروج. یه ورود خروج باید حتما بزنید، چون یه ویزای ورک پرمیت رو پاستون میخوره و اون برگه اصلی ورک پرمیت توی مرز صادر میشه. پس نتیجتا شما باید با ویزاتون یه خروج بزنید حتما. آقای اصفهانی گفتن که مدرک تحصیلی من دیپلمه، آیا حداقل 4-5 سال تو حوزه برنامه‌نویسی فعالیت داشتم و همچنین آزمون‌های مربوط به آمازون هم شرکت کردم، آیا با گواهینامه بین‌المللی میشه عدم تحصیلات آکادمیک رو جبران کرد؟ اجازه بدید مثلا اینم واقعا لازم داره من اینو فراموش کردم. ببینم آیا واقعا جز ریکوایرمنت هاش هست. فکر کنم اصلا بچه ریکوایرمنت نداره برای تحصیل. ریکوایرمنت زبان داره، ریکوایرمنت خب تمکن مالی که همه انواع ویزا داره نداره. نه اصلا سن که نداشته از قدیم. این تحصیله رو یکم داشت دو به شک بودم که ببینم اینم نداره. نه در واقع به نظر من همه چیز اون متقاعد کردن است. شما آفیسر رو متقاعد کنید که شما واقعا تو استارتاپ میخواید کار کنید و حالا توانایی دارید که کار کنید. ببین آفیسرم در واقع آدم عجیب غریبی که نیست. آفیسرم یه کارمنده که داره حقوق میگیره و ببین حکایت سئو کردن گوگل دیگه. ما الان اینجا سالهاست درگیریم، من حداقل با 30-40 تا تیم در ارتباطم، دارم میبینم که از اینا چی میخوان، اینا چی دارن ارائه میدن، نتیجه چی میشه. متوجه؟ یعنی یه جورایی کرک شده دیگه ماجرا. میدونیم اینا چی رو ببینن اوکی. بعد ببینید موضوع اینه که شما زمانی که LOS رو گرفتید، قانونا شما برای PR دارید اقدام میکنید. یعنی باید خیلی خیلی مسئله عجیب غریبی باشه که شما رفیوز بشید. من تا به حال رفیوزی ساده ندیدم که مثلا آقا نه پرایوسش خوب نبود رفیوزی هایی که من تا الان دیدم، یا هم تیمیه یه داستان ایجاد کرد اومد اینجا مثلا پناهنده شده، یا طرف مثلا با دزیگنیتد یک مشکلی خورده، دزیگنیتد اومده لتر اف ساپورتش رو ویدرا کرده از اداره مهاجرت. اینا دو تا کیسیه که میشناسمشون. یا این که طرف ریپورت نداشته، خیلی تیم داغونی بوده و اینا رفته پیر ریویو با زمان بره، طول میکشه. یعنی شما در نهایت طبق قوانین با داشتن همین LOS کامیون سرتیفیکیت پی آر رو میگیرید. حالا رفیوزاله عموما اگرم تو لیست میبینید برای چیزهای مختلف، یا طرف مثلا مدیکال نده، یا طرف مثلا اسنشیال بوده رفته مثلا به دزیگنیتد گفته آقا من آیلسمو میارم شما حالا بده لتر اف ساپورت دزیگنیتد داده، این آیلسش جور نشده، آفیسر آیلس رو ندیده ریجکت کرده. این دلایل اینجوریه. اینی که تو ذهن دوستان هست که نه آفیسر میشینه توی استارتاپ رو در میاره، اون برای مدارکی که خودش میخواد از شما. یعنی توی لیتوانی اما می‌خواستیم تمدید کنیم، می‌خوام 10 صفحه ریپورت بنویسم برای تمدید اقامتم و این چیزی که میخواد مشکلی نداره و این به اون دید بهش نگاه نکنید که ریسکیه. ولی خب بهتر آدم همیشه محکم کارشو انجام بده دیگه. از تیمای فیک جلوگیری کنیم، از کارهای اشتباه خلاصه انجام ندیم دیگه. آقای دماوندی پرسیدن که اگر کسی درسی با استادی پرمیت 1 ساله وارد کانادا بشه، 1 سال هم ورک پرمیت داره، میتونه پایان تحصیل وارد استارتاپ بشه و بعد باز از همون استارتاپ پی آر بشه؟ بچه سوالی که میپرسین خیلی مهاجرتیه، من واقعا نمیدونم. یعنی سوالایی که شما میپرسین الان من سوالای دماوندی رو میتونم حدوداً جواب بدم، اونم به خاطری که اینقدر نشستم با این مقاله ها و صحبت‌های وکیلای خارجی و ایرانی که یه چیزایی دستگیرم، ولی من واقعا مشاور مهاجرتی نیستم. من فقط تو بحث استارتاپ میتونم در خدمتتون باشم. ولی سوال شما بله میشه، من چون دیدم موردی رو، چون موردش رو دیدم دارم میگم. یعنی اون سوال قبلی مثلا دوستمونم که راجع به
میزان تحصیل بود، من اشتباه جواب دادم دیگه. اول گفتم نمیشه، بعد مثلا وجود نداره. یعنی سه چیزایی که واقعا مربوط به خود بحث مهاجرتیه رو مسلما زمانی که حالا قرار باشه که بریم داخلش عمیق، ما اینجا داریم مشاورای مهاجرتی، میتونیم باشون بپرسیم. خود ونچر کپیتالی که من دارم کار میکنم با یکی از بهترین شرکت مهاجرتی تو کانادا که به نام گرین ان اسپیژله، شما الان تو گوگل بزنید what is the best immigration law center فلان این تورنتو، میاد گرین ان اسپیژل. یه ساختمونیه فقط برای خودشون، کلی کارمند دارن. اینا اینجوری در ارتباطن و در نهایت این اتفاقا توسط فردی که صلاحیتشو داره میفته. خب کیس با کیس هم متفاوته واقعا، یعنی نمیشه یه نظر کلی هم داد. نه واقعا نمیشه. من یک ایده استارتاپی دارم، به نظرتون ترکیه ثبت شرکت بکنم و توسعه بدم برای کانادا، راه هم هموار میکنه؟ این شرکتشون رو برن اول ترکیه ثبت کنم بعدش بیان کانادا، تأثیر داره؟ ببینید من به عنوان آدمی که 7.5 سال در ترکیه زندگی کردم، ترکیه برای استارتاپ فضای جذابی نداره، به خاطر اینکه دسترسی شما به یه سری چیزایی نیست. مثلا شما درگاه استرایپ نمیتونید تو ترکیه داشته باشید. خب خیلی درگاه اینترنشنال شما ترکیه نمیتونید داشته باشید. این ساده میخوام بهتون بگم، یعنی اینو بهتون بگم فقط تا آخرش میرید دیگه. حتی آقای پاکزمان گفتن برای کانادا لیسانس میخواست و آقای اسمانی هم گفتن من چیزی داخل سایت ندیدم، احتمالاً قوانینشون عوض شده و نمیخواد. منم یادمه واسه همین گفتم، من از چند سال پیش فکر کنم یادم بود که لیسانس میخواست، من تو سایت دیدم نیست همچین چیزی. و اینکه تمکن مالی عددش چقدره که این بعد توی سایت بزنن پیدا کنن؟ درسته؟ تمکن مالی، ببین تمکن مالی برای ویزا یه عدده، برای پی آر یه عدده و جالبش اینه که برای پی آر کمتره. برای پی آر فکر کنم برای خانواده 2 نفره $16,000 کانادا، برای پی آر برای ورک پرمیت حدود 20,000 20 خورده هزار دلاره. ولی وکیلا مثلا میگن آقا بیشتر بذار فلان. خب بله مسلما یکم خوب تاثیر میذاره، ولی عددی که تو قانونشه اینه. درسته. خدمتتون عرض کنم که آیا همسر و اعضای خانواده فاندر استارتاپ هم باید آیلتس داشته باشن؟ نه خیر، اصلا لازم نیست. من آدرس رو پین کنم، آدرس گروه. خدمت چه قوانینی برای خانواده فاندر استارتاپ هست که باید رعایت بشه؟ هیچ قانون خاصی نیست. فاندر استارتاپ خانواده‌شو میتونه بیاره با خودش، قانون خاصی نیست. کاملا منظورشون برای ورک پرمیت بوده، مثلا چه شرایطی باید داشته؟ شرایطی نداره. بچه‌ها هم که میتونن تحصیل رایگان بکنن، همه از کارت سلامت و همه چیزایی که اینجا هست میتونن استفاده کنن و همزمان هم همه پرونده ها انجام میشه عموما. درسته. آقای دانش گفتن که جلساتمون با شما بیشتر بکنیم. چشم، اگه آقای شریفیان وقت داشته باشن. خواهش می‌کنم. نه با اینکه مثلا بحث وقت که همیشه هست، ولی ببینیم صحبتی باشه که ارزش داشته باشه، دوستان وقتشون رو بذارن. ولی به نظر من اگر که همون در واقع شما اون بریم به سمت ضبط ویدیوهایی که ممکنه به درد بخوره و سوالات خیلی دوستان باشه، ببین کنم خیلی راهگشا باشه. و اینکه لطفاً فرم جهت عضوگیری در فیلم فراموش نکنید. چشم، اینو فرم رو چون وارد گروه بشین، من داخل گروه میفرستم. حالا دوستان گروه حتما عضو بشین، چون امیرجان دیگه الان انشالله ازش قول گرفتیم که وقت بذارن و کمک بکنم به دوستان دیگه. محمد قولو که دیگه خودت تو سلطان استارتاپ و استارتاپ بازی دیگه، ما همینجوری یاد میگیریم. بحث مهاجرتی کانادا، آره خب واقعا من چند سال خیلی وقت گذاشتم روش، ولی کلا یه سری داستانایی هست. کلا الفبای استارتاپ، من خودم خیلی وقتا به محمد زنگ میزنم میپرسم سوالامو، و چون محمد خیلی تجربه داره توی بحث استارتاپ، تو خیلی سمینارها شرکت کرده و خیلی خیلی اطلاعات جالبی میتونه در اختیار بذاره. چون
میگم من بحث استارتاپ هایی که قدیم داشتم هیچ وقت تو فضایی نبوده که بخوام دنبال سرمایه گذار براش بگردم و الان شاید 4-5 سال وارد این فضا شدم و یه الفبای ادبیات خودشو داره استارتاپ و اینو ما سعی میکنیم تو ویدیوها به کمک محمد توضیح بدیم و باید براتون جالب باشه اصلا چرا سرمایه گذاری میکنن، چه چیزایی لازمه و داستان پیشتک چرا باید 5 دقیقه باشه، چرا نمیگن یه ربع طرف میخواد مثلا 10 میلیون سرمایه گذاری کنه باید 5 دقیقه حرف منو گوش کنه، مثلا چرا نمیشه نیم ساعت گوش کنه. خب اینا هر کدوم قصه ای داره پشتش دیگه. ان شاء الله ممنون از لطفت امیر جان. گفتن که من ترکیه زندگی میکنم، برای اقدام باید از ایران اقدام بشه یا تمکن مالی مثلا ایران باشه؟ نه من تمکن مالیم با این که زمانی که اقدام کردم از اروپا بود، ولی تمکن بازم از ایش بانکاسی ترکیه نشون دادم. و تو اتفاقا یک کاری که من مد نظرم هست، اگه حالا بچه‌های خواستن با ما کار کنن رو حالا تیمایی که داریم کار میکنیم، دوستان برای تمکن مالیشون بهتره برن ترکیه حساب باز کنن، چون الان یک مشکلی که تو این چند سال به وجود اومده، خیلی از تیم‌ها تمکنشون تو حسابای ریالی نگه داشتن، از ترسشون دستم، چون همه وکیلا میگن تو 6 ماه قبل دست نزن، از ترسشون دست نزدن، دلار هم گرون شده و کلی پولشون بی ارزش شده. واسه همین اگر نمیدونم روشی تو ایران هست که بشه حساب ارزی باز کرد که خیلی عالی، اگر نه حتما تو ترکیه بیان حساب باز کنن برای تمکنش، چون مطمئنا این پول باید مدت زیادی باشه و دیگه خب ریسکیه دیگه. دلار هم مطمئنا تا عید به 100 تومن میرسه، همین الان پولشون نصف میشه ازم. متاسفانه. آقای موسوی پرسیدن که اون بخش هزینه ها رو متوجه نشدم برای LOS به طرف ساپورت. هزینه های اینکوبیتورها یا بله هزینه های اینکوبیتورها چقدر؟ اگر هزینه های دیگه تو این فرآیندش هم هست اگر بگی ممنون میشه. مثلا فرض کنید که مدارک رو باید چقدر ببینید شما ابتدای کار، ما الان فرض رو بر این بگیریم که شما یک فاندر استارتاپ هستی و با ادبیات این ماجرا آشنایی، یا فرض رو بر این بگیریم که یه ایده خوب داری و میخوای با این روش مهاجرت کنی. من میگم فرض دومو در نظر بگیر. شما که ایده خوب داری و قرار مهاجرت کنی، چند تا چیز قبل از اصلا لتر آف ساپورت لازم داری. یکی این که ایده رو باید با یه نفر، با یه کسی که استارتاپی بوده صحبت کنی، بهت بگه چجوری حداقل نشون بدی که روی این ایده داشتی تا الان کار میکردی. یه سایتی بیاری براش بالا، توی لینکدین یکم ارتباط برقرار کنی، یه اکانت لینکدین منسجم خوب داشته باش، چون اولین کاری که اینا میکنن میرن تو لینکدین از فاندرها. یعنی اصلا آقا این طرف که داره میگه من فاندرم، من کوفاندرم، دیگه توی لینکدین اصلا اکانت داره. متأسفانه خیلی از ما ایرانی لینکدین اکانت ندارن، خب این زیاد جذاب نیست براشون دیگه. یه سری چیزای اینجوری رو مثلا باید انجام بدید. بعد باید یه بیزنس پلن خیلی حرفه‌ای بنویسید و پیش‌تک. حالا اینا رو اگه خودتون بتونید بنویسید که هزینه نداره، اگه بخواید بدین یه نفر براتون بنویسه، اون طرف هزینه‌اش مشخص. و بعدش هم میشه بحث اینکیوبیتور که با اینا در ارتباط باشید. و هزینه اینکیوبیتور هم لیست هزینه‌هاشو من میفرستم، یه لیست کامل بچه‌ها تهیه کردن، به روز هم هست. فکر کنم ما شیردل هم داشته باشن چون تو گروه عضون. لیست هزینه‌اش از 30 تا هست تا بالا که برای کل تیم هستش. یعنی زمانی که شما اکسپت بشین برای اون اینکیوبیتور، این هزینه‌ها رو از شما دریافت می‌کنه. اگر بخوایم تو کشور دیگه غیر از محل سکونتمون استارتاپ تأسیس کنیم، به نظرتون شدنی هستش یا کار سختیه؟ ببینید بستگی به محل کشور و بستگی به استارتاپ داره دیگه. اولا استارتاپایی که مثلا نرم افزاری ان، اصلا مهم نیست شما کشورتون کجاست، چون یوزراتون از سراسر دنیا هستن و اصلا مارکتینگتون آنلاینه و اصلا کشوری که هستید در واقع فقط برای اینه که بتونید یک سری از تحریما رو دور بزنید، اونجا بتونید حساب بانکی داشته باشید، استرایپ داشته باشید، اکانت دیولپر اپل داشته باشید، اینجور چیزا رو داشته باشید و بتونید با دنیا در ارتباط باشید. ولی اگر استارتاپتون یکم لوکاله، باز هم اون بستگی به کشور داره. مثلا این سری کشورهای اتحادیه اروپا خب سخت میشه وارد بازارهای لوکالشون شد، چون بستن، زبانشون متفاوته و چرا شما اگه فرانسوی بلد باشین، با فرهنگشون آشنا باشید، شاید بتونید مثلا وارد بازار لوکال فرانسه بشید. ولی توی فضایی مثل کشوری مثل کانادا، اینجا واقعا کشور چند ملیتیه و شما هیچ احساس خاصی نمی‌کنید که توی کشور دیگه‌ای هستید.
احساس کنید یک کشوری ساخته شده که شما و بقیه که آدمای کشورهای دیگه اینجا دارن زندگی میکنید و میشه اینجا همیشه استارتاپ‌های لوکال رو اندازی کرد و هم حالا چیزایی که اینترنشنال باشه، اپلیکیشن باشه اینا. من کامنت بدم حالا این نظر شخصی بیشتر. ببینید شما وقتی که به مقوله استارتاپ ویزا نگاه کنید، یا واقعا استارتاپ دارید و میخواید استارتاپتون رو ببرید توی مارکت دیگه، یا اینکه نه به عنوان مقوله مهاجرتی نگاه کنید. اگه مقوله مهاجرتیه، خب واقعیتش اینکه شما به فکر مهاجرت هستید و میخواید به دید اقامت بگیرید، خیلی نباید به فکر استارتاپ باشید، چون واقعا استارتاپ کار خیلی سختیه. یعنی ما بودیم، مثلا من، آقای شیردل، آقای امیرجان بوده، همه دوستان اینجا بودن، آقای مطیعان بودن. واقعا یه فرآیند بالا پایین داره و روندش کاملا مشخص نیست که نحوی قراره بره جلو. اگرم استارتاپ دارید داخل ایران و استارتاپ حتی به پروداکت مارکت فیت رسیده، یعنی شما دیگه رشد عجیبی هم دارید، حتی تو بازار جدید هم که میخواید بیاید، احتمال اینکه بتونید همون محصول رو ببرید جلو شاید زیاد نباشه، چون باید توی محیط جدید به اون پروداکت مارکت فیت برسید و این شاید اصلا شدنی نباشه. واسه همین باید واقعا خیلی حساب شده رفت جلو و تصمیم درست گرفت بر اساس شرایط. این نظر شخصی منه، حالا شاید هم اشتباه باشه. آقای دانش پرسیدن اون تمکنی که نشون دادید توی حساب شخصی باشه یا حساب شرکتی؟ که فکر می‌کنم حساب شخصی. تمکن باشه برای چون قرار شما نشون بدید که تمکن مالی خودتون رو دارید. خب فکر می‌کنم سوالات تموم شد. شما استارتاپ فیر لیتوانی که نیمه شهری برگزار میشه، لطفاً چه نکاتی باید رعایت کرد؟ از چه نظر چه نکاتی باید رعایت کرد؟ کم توضیح بفرمایید. ببینید در واقع یک ایونت استارتاپیه که مربوط به لیتوانیه. تقریبا تمام استارتاپ‌هایی که توی شرق اروپا هستن، کشورهای بالتیک مخصوصا استونی، لیتوانی و لتونی، میان اینجا. ببینید پارسال که من شرکت کردم یه اتفاق خیلی خوب برام افتاد. این بودش که من فکر کنم مثلا 1 ماه بود اومده بودم، یه اپلیکیشن داشتن. اپلیکیشنشون هم شبیه اپلیکیشن‌های مثل فرض کنید که از این اپلیکیشن دیتینگ خیلی جالبه. یعنی مثلا شما نگاه میکنید که مثلا دنبال من استارتاپ دارم، تو این استیج هستم، فرض کنید پریسیدم، سیدم، سریز ای ام بی ام، هر چی دنبال مثلا فرض کنید که الی استیج اینوستور میگن، دنبال پارتنر میگن و شما براتون لیست میکنید. یعنی تماما همه افراد ثبت نام میکنن، وارد اپلیکیشن میشن و شما میتونید که در واقع اون کسی که با شما مچ هستش رو پیدا کنید. و خوبیش اینه که شما مثلا میتونید ست کنید قبلش، لیست افراد میاد، اتندیا کامل میاد و فرصت بسیار خوبیه اگر که بتونید تشریف بیارید اینجا. فرصت خیلی خوبیه که بتونید با فعالان استارتاپی اینجا آشنا بشید. و من واقعا با خیلی از دوستان همون استارتاپی آشنا شدم و برای من خیلی خوب بود. اگر میتونید حتما تشریف بیارید. صدا نیست الان دوستان؟ من صدای تو رو دارم محمد جان. آقای موتیان من رفرش کنید. خدمتتون عرض کنم که برای افرادی که سنشون بالا هستن میخوان مهاجرت کنن، گزینه مناسب استارتاپ است. برای افرادی که سنشون بالاست بهترین گزینه مهاجرتی چی میتونه باشه؟ امیر جان شما بگو، تجربهش خیلی زیادتره تو این زمینه. ببینید بستگی داره دیگه. اگه مهاجرت به کانادا منظورتونه که حالا صحبت الان هست، استارتاپ میتونه باشه اما به شرط یه سری مسائلی، مثلا به شرطی که رزومه طرف چی باشه. اگر ببینیم سرمایه گذاری که طرف میخواد انجام بده، اون فرد میخواد انجام بده چقدره و میتونه روش‌های دیگر هم امتحان بکنن. ولی روی استارتاپ با یه سری شرایط شاید بشه. روی ثبت شرکت یا شعبه شرکت هم میشه، ولی خب پروسه طولانی تری داره دیگه. خیلی آقای پاکزمان پرسیدن استارتاپ فیر آنلاین میشه شرکت کرد، ولی خب حضوری اگه میتونستید میومدید که عالی بود. میتونید جلسه هم ست بکنید
میگم حتما اون اپلیکیشنشو من داخل گروه میذارم که شما بیاید داخلش. تیمایی که قراره راجبشون صحبت کنیم انشالله با شما زیاد کار داریم همینجا. خواهش میکنم، زنده باشین. خیلی ممنون از این فرصت خوب. امیدوارم آخر هفته خوب که هنوز تموم شد تو ایران، ولی برای ما آخر هفته خوبی باشه. مرسی. خداحافظ شما. خدا نگهدار.